شک وجود ندارد که آقای مزاری الهام دهنده ترین چهره معاصر هزاره هاست. هر کس از هر گوشه بله می شود و در مورد جامعه حرف می زند، در مورد آینده حرف می زند. خب احتمالاً یک ایده هم خواسته که دایره معارف جور کنه، دانشنامه جور کند و اینا. در هیچ جای دانشنامه موفق نبوده که اما عمق فرهنگی هزاره را و شخصیت یا حق موضوع را ادا. در کل از لحاظ بقای سیاسی و فرهنگی هزاره را یک مردم بیریشه، کمریشه، سطحی، فاقد توانایی‌های علمی و فاقد همه چیز معرفی میکنه. هزاره ها در منطقه به لحاظ فرهنگی بسیار مهم زندگی کرده. اگر هر بدشانسی تاریخی داشته، ولی از وادی سیستان در جنوب تا بخارا و خوارزم در شمال، هزاره ها در یک منطقه با تحولات فرهنگی بسیار پیچیده زندگی کرده. علمی واکنش شدید هزاره ها خودش نشان میدهد که اگر کسی کدام پروژه برای هزاره داره که بخواد یک معرفت کاذب تولید کرده به نام هزاره بزنه، همین هم آسان نیست. همراهان و دوستان عزیز در نسل پنجم، سلام. امیدوارم در هر کجایی که هستید سالم و خوش باشید. در برنامه این هفته استاد علی امیری، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه را با خود داریم. دانشنامه هزاره برخورد ناشیانه با فرهنگ، علم و تاریخ موضوع برنامه ما است که تلاش می‌کنیم ضمن پرداختن به آن اهمیت دانشنامه، صلاحیت‌های علمی برای نوشتن آن، حدود و ثغور دانشنامه نگاری، ضرورت برخورداری از دانشنامه برای مردمی چون هزاره ها و سایر اقلیت‌های قومی، انتقادهای موجود بر دانشنامه چاپ شده تحت عنوان دانشنامه هزاره را به بررسی خواهیم گرفت. افغانستان کشوری با تنوع قومی و نژادی، یکی از خاستگاه‌های مهم تمدن بشری در حوزه آسیای مرکزی، منطقه و حتی جهان در طول قرن‌های متمادی بوده است. از بستر این سرزمین شخصیت‌های شخیص با آثار بزرگی عرض اندام کردند که هر کدام این آثار از ارزش‌های بخصوص تاریخی، ادبی و علمی برخوردار می‌باشند. و به عنوان نمونه می‌توان از مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی، سفرنامه ناصر خسرو بلخی و سراج التواریخ علامه فیض محمد کاتب هزاره و صدها اثر منظوم و منثور دیگر یاد کرد. بدون شک نوشتن دانشنامه کار دشوار و سنگینی است، زیرا با نوشتن آن باید به ابعاد مختلف وجودی یک ملت پرداخته شود تا زمینه خوبی برای شناختشان را فراهم کرده باشد. این بار سنگین قطعاً به نیرو و پشتوانه گسترده نیاز خواهد داشت تا مسئولیت را به درستی ادا کنند. از این لحاظ جای مسرت می باشد که جامعه هزاره به این ظرفیت دست یافته است تا درباره خود و داشته‌های فرهنگی و تمدنیش کتابی به بزرگی دانشنامه بنویسند. با این وجود چاپ اول و دوم دانشنامه هزاره با مشکلات و انتقادهای مواجه شده است که اکثراً از زبان بعضی منتقدین به صورت نوشته‌های کوتاه در فضای مجازی و نشر سپرده شدند. یکی از جدی‌ترین نقدها توسط استاد علی امیری نوشته شد که در 2 بخش در روزنامه اطلاعات روز به نشر رسید. در برنامه این هفته از زبان استاد علی امیری به زوایای مختلف دانشنامه و اختصاصاً به ارزش و جایگاه علمی و اثرات سیاسی این دانشنامه توجه خواهیم کرد. اما قابل یادآوری است که شیشه مدیا از تمام مباحثی که پیرامون دانشنامه صورت گرفته است به صورت یک تحول مثبت در راستای تقویت و گسترش ارزش‌ها و نرم‌های زندگی مدنی استقبال می‌کند و به همین منظور به صورت جدی اعلام می‌دارد که به زودی میزبانی یک جلسه اختصاصی را به صورت آنلاین به عهده می‌گیرد
که در آن از محترم سید ابوطالب مظفری در مقام رئیس شورای علمی دانشنامه و سایر اعضای این شورا دعوت می شود تا در یک جلسه حضوری و مستقیم با جمعی از نخبگان علمی جامعه شرکت نموده و در مورد انتقادات و نظریاتی که پیرامون دانشنامه مطرح شده‌اند توضیح دهند. در این جلسه که با دعوت از افراد محدود در سطح ظرفیت یک بحث آنلاین برگزار می شود، به تمام مسائل مرتبط با دانشنامه بحث و ابراز نظر صورت می گیرد. کسانی که علاقمند شرکت در این بحث باشند به شماره تماسی که از طرف شیشه میدیا معرفی می شود درخواست خود را ارسال نمایند تا لینک اشتراک در برنامه در اختیارشان قرار بگیرم. جناب استاد امیری، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. مایک در اختیار شما هست و منتظر صحبت‌های شما هستیم. سلام بر شما، تشکر از دعوت شما. عرض احترام دارم خدمت حاضرین در این محفل مجازی. امیدوارم که در دقایق خدمت عزیزان هستم نکات مطرح شود که انشالله برای همه ما فایده داشته باشد. ما به مقدمه بحث ها زیاد شده است پیرامون دانشنامه. یکی دو نکته را یادآوری کنم که به بحث امروز ما یا امشب ما نمیدانم مرتبط است. به لحاظ تاریخی دانشنامه ها خب تبار و ریشه تاریخیش برمیگردد به دایره المعارف نویسی اصحاب دایره المعارف در فرانسه قرن 18 با دینی دیدرو و همکارانشان که اونها معتقد بود علوم و معارف به حد کافی زیاد شده است، همه چیز کشف شده، در واقع باید ما اینا را تدوین کنیم در یک دایره المعارف بزرگ و تا در دسترس همه قرار بدیم. یعنی بیشتر دایره المعارف یک دو آینه زمان اونها و بازتاب علم روزگار بود. دایره المعارفی که اونها چاپ کردن به خیال 11 جلد شد و اینا کوشش کردن که اینا را ترتیب کنن. ولی با مرور زمان این الگوی از دایره المعارف نویسی از حالت یک دو علمی محض که اقتضای روح زمان و روح عهد روشنگری بود گذشت و تبدیل شد به آینه فرهنگی و سیاسی کشورها. و به خاطر خیلی زود مثل قانون اساسی نویسی که از فرانسه شروع شد و هر کشور به تناسب وضعیت سیاسی خود قانون اساسی نوشته کردن تا کشور خود را مدیریت کند، عین ماجرا دایره المعارف نویسی هم به یک پدیده ملی بدل شد. بعد از او هست که تقریبا هیچ کشوری یا کمتر کشوری را ما در جهان شاهد هستیم که اینها یک نهاد رسمی به نام دایره المعارف نداشته باشد. حداقل کشورهای را که میشناسیم مثل کشورهای عربی که با اینکه یک دایره المعارف عمومی داشتن، مجمع زبان عرب در قاهره که برای کل عرب ها و برای کل زبان عربی کار کردن، هر کشور دایره المعارف های خاص خود را هم داشتن. احتمالاً اولین دایره المعارف هم در جهان عربی توسط فرید وجدی در مصر جور شد، خیلی مشهور شد. بعدها ماجرات در زبان فارسی در حدود 60 اند سال پیش شروع شدن. بعد ترک ها ای کارا کردن، کسای دیگه ای کارا کردن. هرچی که به زمان ها نزدیکتر شده رفتیم در منطقه ما، حداقل در کشورهای شناخته شده، دایره المعارف نگاری به حیث یک پدیده ملی، به حیث یک کاری رسمی دولتی شروع شدن. فی‌المثل در ایران بنیادهای مختلفی را دولت تأسیس کردن که در رأس یک از اینها شخص اول کشور، مثلا خامنه‌ای رئیس اعلای از او هست. و منظوری است که دولت ها بودجه های کلان اختصاص بدهد تا یک روایت را بسازد. یعنی پدیده دایره المعارف نویسی از او که در گذشته یک بود و بار علمی داشت، وقتی که به دور و بر ببینیم در جهان غرب هم اتفاق افتاد. مشهورترین چه دایره المعارف بریتانیکا است. دایره المعارف بریتانیکا با اینکه در سطح جهان اول هستند از لحاظ که تعداد زیادی از دانشمندان برجسته و برندگان جایزه ادبیات نوبل و آنها را
به خود جذب کرده و بسیار زود هم آپدیت می شود در بخش های علمی و در همه بخش ها، ولی معضله که پدیده ملی هست. ما اگر لازم شد مثال های را نشان می دهیم و مرجعی است برای بازتاب عظمت زبان انگلیسی و معارف انسانی در زبان انگلیسی و همه چیز را به یک معنای در ذیل غرب و فرهنگ غربی معنا میکند و ترجمه میکند. بالمثل من اشاره میکنم که مدخل های مشترک بین همین دایره المعارف و دایره المعارف برای بحث و دایره دانشنامه هزاره هم وجود دارد، ولی کسی که مقایسه بکنه میبینه که اینجا با توجه به مو سیاست ملی که تعقیب می شود، با توجه به مو عمق تاریخی و فرهنگی که اون کشور برای خود تعریف میکند، این مدخل ها معنایش متفاوت می شود. فی المثل مدخل ابن سینا در دایره المعارف بریتانیکا به یک معنا، ابن سینا در ذیل تمدن غرب است. ابن سینا کسی است که ارسطو را یک دنیای دیگر تعریف کرده و به نحوی پیوند پیدا میکند به ارسطو. درست است بخش از میراث بشری هم هست، ولی گویا فرهنگ انگلیسی اونقدر وسعت و دامنه یافته است که شامل میراث های بشری در جای دیگر هم می شود. مثال های شبیه این در جاهای دیگر هم هست. من میخوایم به طور کلی اشاره بکنم که به لحاظ تاریخی حداقل در 100 سال اخیر که خیلی زیاد شد، نمونه دیگه هم جودایکا هست، اینا همه بازتابی فرهنگ و عمق تاریخی ملت هاست. یعنی هدفشون این است که معارف و فرهنگ و چیزی یک ملت را به صورت یک روایت منسجم عرضه بکند و غایت و هدف این عرضه کردن هم تقویت سیاست، بقای سیاسی و تداوم سیاسی هست. یعنی ملت ها اگر میخواهد که یک روایت منسجم از خود به شکل دانشنامه به اشکال مختلف، مثلا سالهای پیش من در ترکیه دیدم اونجا 2 تا دایره المعارف بسیار کلان را نهادهای مختلف دولتی پیش می بردن. یکشان به نام ترکلر که خیلی در مورد هزارها و اقوام ترک در سراسر جهان و در افغانستان و در کجا هم مطالب داشته که ما مطالب مربوط به چی را روی زدنا کپی گرفته بودیم اتفاقا، که خیلی داده های آماری عجیب و تحلیل های گسترده و وسیع داشت که هنوزم به نظر من نیاز است که دیده شود. یعنی رفته بودن به یک جایی را که اونا تصور بکردن یک بخش از ترکان هست و بعد تحقیقات بسیار وسیع و گذشته های تاریخی و آماری و روش های پیچیده علمی را برای فهم از پدیده به کار گرفته بود که مجموعه همه می روش و تکنیکی که به کار می رود برای پرداخت معلومات و کثرت مراجعه به منابع و مقایسه و تحلیل اونها و نتیجه گیری اونها و کار اونها، همه اینها بازتاب یک نوع باید قدرت باشد، بازتاب یک نوع عظمت و هیمنه فرهنگی باشد تا اون ملت احساس کند ما سزاواری بقا هستیم و ما باید تداوم پیدا بکنیم و ریشه های ما در جهان گسترده هست و در تاریخ ما عمق داریم. یک چنین چیزی در پس تمام دایره المعارف ها وجود دارد. در منطقه این کار قبلا صورت میگرفت. در بعدها که شوروی سقوط کرد، در کشورهای اقماریش هم امو الگو ادامه پیدا کردن. در ایران و پاکستان و ترکیه و جاهای دیگه الگوهای نسبتا غربی ادامه پیدا کردن. منظور اینجاست که دایره المعارف نویسی یک پدیده خیلی مشهور هست، یک الگوی بسیار ثابت دارد، یک پیوند بسیار محکمی با سیاست و بقای سیاسی و تداوم فرهنگی دارد و در واقع روایت است که هر ملت از خود جهت بقا در تاریخ و جهت تداوم این سیاستشان و هویت ملیشان در آینده از خود می سازد و ارائه می کند. خب ببخشید که شاید دیگه پازی را به کرمان بردن باشد در محضر شما، ولی من از همه آغاز میخواستم ببینم یادآوری کنم که یعنی به این معنا پدیده دایره المعارف نویسی یک پدیده سراپا سیاسی هست، متولی دولت هاست. دولت ها میخواد که از خود تصویر ارائه بکند و دولت ها در تلاش است که تصویر
از لحاظ متدولوژی و از لحاظ بررسی های تاریخی و از لحاظ استنداجهای علمی هرچی بینقصتر و عمیقتر و پخته‌تر و بعد این سبب می شود که اونها احساس ریشه دارتری داشته باشد، اما هیمنه فرهنگی خود را سبب تداوم و بقای سیاسی قرار بدهد. پیوند بین فرهنگ و سیاست، بین قدرت و سیاست و بین دانش و قدرت، اینا بحثای هست که خب اغلب شما میدانید و اون سخن دیسکورس است، سخن توان بقا دارد که یک پشتوان سیاسی برای از او باشد. اگر این نقطه را در نظر بگیریم، فرهنگ خودش بیان دیگه از سیاست است، یعنی اون بخش از فرهنگ ماندگاره که با بیان قدرت تبدیل شود. چنانچه یک سخن قدرت نباشه، هیچ ضمانتی برای بقای او وجود نداره و وقتی که یک بیان قدرت شد، او خودش یک دیسکورس است. اینی یک نکته بود که به نظر من در همین آغاز بحث در مورد دایره المعارف ضرور بود و از اینجا ما میتونیم مورد دانشنامه هزاره که نام دیگری از این هم میتونه دایره المعارف هزاره باشد شویم. دایره المعارف هزاره از این جهت و بخصوص با بحث هایی که این اواخر پیرامونش صورت گرفت و با دفاعیاتی که برخی از متولیان و مسئولان اونها انجام داد، به نظر برسد که یگانه استثنایی باشد که نمیخواهد بقای سیاسی یا تداوم هویت سیاسی یا عمق فرهنگی یک ملت را به منظور تقویت هویت سیاسی بازتاب بدهد. اتفاقا برعکس است. اونها میخواهد که با نوع ادعای علمی همین هویت سیاسی را به جای بازتاب دادن بخدوش کند، سرکوب کند. خب یک بخشش برمیگردد به جامعه هزاره که یک جامعه فاقد دولت است، جامعه است به لحاظ سیاسی بسیار آسیب پذیر. جامعه بی دولت خب بدون متولی هست، کسی نیست، هر کس از هر گوشه بله می شود و در مورد جامعه حرف میزند، در مورد آینده حرف میزند. خب احتمالاً یک ایده هم خواسته که دایره المعارف جور کنه، یک دانشنامه جور کند و اینا، ولی به هر ترتیب قاعده دانشنامه همین است. بعضی دانشنامه های دیگه را هم ما در جهان داریم. نمونهش جودایکا هست که هم مطلقاً در بیرون از خاک اسرائیل تأسیس شد، نمیدونم که به داخل رفت یا نه، ولی ریشه اولش برمیگشت و اینا ایتر نبود که با او بعدا که ما میخوایم علم جور کنیم یا دیگه جور کنیم. اینها میخواست که اما عمق و ریشه های ملت یهود را در تاریخ نشان بدهد. این هم پشتبانی اما پلتفرم سیاسی که بعدا ایجاد شد. در مورد دانشنامه هزاره متاسفانه که یک استثناء هست، یک رویکرد استثنایی در اینجا هست که گویا علم چیزی است و هویت مردم هزاره و عمق تاریخی و فرهنگی اینها چیزی دیگه هست. یک همچون ذهنیتی برای اینا وجود داره. نمیدونم، شاید مطمئن نباشم، دوستای دیگه هم بحث کرده، ولی در بحث های روزهای اخیر را که ما تعقیب کردیم مکرر ادعا هست که این ادعا علمی نیست، با علم بخوایم این علم است، اون علم است، اون نیست و بحثایش هم بر سر تیر شهید بگویم او را نگوییم. اصلا هیچ بحثی در دایره المعارف های ترنیه تیر شهید بگوییم کیر نگوییم. پر از شهداست خاصا در دنیای مسیحیت. دایره المعارف واتیکان که ببینید صف قدیسین و شهدا و اینا بسیار زیاد هستند. اینا جزء القاب رسمی. بحث سری از اینا هیچ نیست. بحثی است که هر کس بخواد یک چیزی جور کنه که او آینه اونا باشد دیگه. اگر شما شهید دارید، شهید خدا بازتاب بدید. اگر ندارید، کدام قدیس و کدام سن به اصطلاح اونها دارید، او رو نشان بدید. اگر کدام کسی دیگه ای دارید، اینی شما باید اون چیزی رو که در جامعه هست او رو به شکل علمی بازتاب بدید. در دانشنامه هزاره اول که حالا بحثیات شده دیگه، ما به اونجا نمیگردم، اما شیوه بازتاب علمی مطلقاً مخدوش است، از لحاظ متدولوژی، از لحاظ مدخل ها، از لحاظ تاریخی که متاسفانه خیلی فقیر است. حداقل می جلد اولی که برآمده از 799 یعنی نزدیک 800 مدخل، زیر 20 مدخلش ارزش تاریخی و فرهنگی داره. زیر 20 مدخل ارزش فرهنگی تاریخی داره. ما در نوشته خود حساب کردیم، از نظر من تقریبا
چیزی در حدود 14 مدخل هم بیش نیست، بعضی تکرارها وجود دارد و اینا. حالا بگیریم یک 20 مدخلی، ولی این 20 مدخل انصافاً حتی یک مدخلشان اونچنان که باید پرداخت نشده، یعنی حق مطلب در مورد یک مدخل ادا نشده. پس بنابراین این دانشنامه آینه نیست که فرهنگ از داره و عمق تاریخی و فرهنگی از داره را نشان بده. یک بخش زیادی از او به رجال معاصر رفته، یعنی اگر او معیار در نظر بگیریم باید به یک معنا کل مردم بیایه، یا کل مردم اگر نیایه ببخشید خیلی مبالغه، فرض کنیم هزاره بین 8 تا 12 میلیون انسان اگر باشد، حداقل در افغانستان و بعدش در پاکستان جای دیگه، با اون معیاری که اونجا آدم آمده باید حداقل 1-2 میلیون نفر یا 3 میلیون نفر به وارد از او شود. یعنی بعضی آدم هایی که اونجا آمده، یعنی آدم های 27 ساله 28 ساله هم آمده که در سینما چی کار کرده و چی ویژگی کرده یا بعضی ها یک تحصیلی کرده و چنان تحصیلی هم نه در حد ماستری مثلا درس خونده. خب اگر قرار باشه همه ماسترهای هزاره در معاصر وارد از دانشنامه شود که واقعا خیلی زیاد میشه، یعنی چندین جلد میشه. اینا دیگه آدم های معاصر است و آدم های موجود است که او هم نشان دهنده کدام چیزی نیست. یعنی اگر قرار باشه ده ها از آدم معاصر خودش فیسبوک داره دیگه، نوشتم در جاهای دیگه، او به حد کافی به جامعه پرزنت میکنه خودخوره موگه که ما هستیم، کدام کاری نمیشه. که از این جهت هم یک پدیده منحصر به فرد است که به هیچ جایی نشده. از لحاظ پرداختم در که گفتم به اون مطلب هایی که به لحاظ تاریخی خیلی مهم است، هیچ پرداخت جدی که آدم یک جای قانع شود که بله مثلا در اینجا یک کاری صورت گرفته، در اینجا حق مطلب به طور نسبی ادا شده، در اینجا 70% ادا شده، حتی 60% ادا شده نیست. مواردی که من به صورت نمونه بررسی کردم، مثلا شما مدخل بامیان را با مدخل بلخ مقایسه کنید. مدخل بلخ را در دایره المعارف بزرگ اسلامی 4-5 نفر نوشته کرده که هر کدامشان متخصص بوده. دوره باستان یکی نوشته کرده، جغرافیا را دیگری نوشته کرده، اهمیت تاریخ و فرهنگی را یکی دیگر نوشته کرده. وقتی که 5-6 آدم بسیار متخصص دست به دست هم میده که خود از او تقریبا یک کتاب بشود یا یک جزوه بسیار مفصل حداقل بشود، خب خواننده احساس می‌کنه که یک قدرتی از خود بروز داده، موضوع به حد کافی و لازم شکافته شده و ما اشباع میشویم یا به طور نسبی حداقل اشباع میشویم که یک کار صورت گیرد. وقتی که در بامیان میم خود نسبت به سایر مدخل های دانشنامه نسبتا مفصله، ولی هیچ چیزی از بامیان با باستا پیدا نمونه. یک کلیاتی که معمولا هر باشنده بامیان بلد است، واقعا برای شخص خود به یک از جاهای بسیار مایوس کننده بود، به خاطر از اینکه بامیان با اون سابقه فرهنگی و تمدنی و غنای هنری که داره، یک جایی هست که باید عمق فرهنگی از اونجا نشان داده شود دیگه. البته من در نوشته به این اشاره نکردم، به اجمال اشاره کردم، کسای دیگه میتونه اما نکاتی که به دانشنامه مربوط میشود در این مدخل بیشتر سرش بحث و نشان بده. ولی وقتی که میبینیم هیچ چیزی نیست، یعنی در او بامیان نه از اون هنری که در بامیان به کار رفته، نه از اون انگیزه مذهبی که در پشت کار بوده، نه ادوار تاریخی که شهر طی کرده. یک کسی که به این مدخل مراجعه میکنه در واقع همونطور که مراجعه میکنه با یک مشت معلومات عمومی، با یک مشت معلومات عمومی در اونجا برخورد کنه و با مود استفاده از اونجا میکنه پس بیه. هیچ کدام نکته، کدام چیزی که به این باشه مثلا نیست. از باب مثال بگویم، سایر مدخل ها هست، 4 مدخل را من شخصا خود به اونا اشاره کردم من حیث نمونه که متاسفانه خیلی فاجعه آمیز است، خیلی جای تأسف است که برخورد با این اندازه سهلنگارانه با فرهنگ شود. در هیچ جای دانشنامه موفق نبوده که اما عمق فرهنگی از و شخصیت یا حق موضوع را ادا کنه. آدم مطمئن شود که اینا آمده یک موضوعی را گرفته، این موضوع به فرهنگ و تاریخ هزاره مربوط می شود. اگر منحصراً هم هزاره نیست مربوط می شود. فرض کنیم آخوند خراسانی متولد ارزگان بوده و از هزاره های خیلی شوربخت و زندگی عجیب داشته، ولی در عراق زندگی کرده و در اونجا از بین رفته.
یک مربوطی به همین مردم می شود. حداقل آدم احساس کنه که خب حقش اینجا ادا شد. اینا مواردی است که کتاب ها داره، آثار داره، چیزی هم نیست که آدم بگه منبع در اینجا ما نداشتیم یا در اینجا معلومات کم بود یا ضعف معلومات بود. پیش از او کتاب ها نوشته شده است و تحقیقات صورت گرفته، خود اونها اهل علم بوده و از خود آثار گذاشته. فقط همه چیز برمیگرده به این که شما چقدر عمق فرهنگی و چقدر قدرت و زور داشته باشید که بتوانید ایره باستاب بدید و بعد این به پشتوانه فرهنگی شما برای فردا بدل شود و بعد شما احساس یک عمق و ریشه در تاریخ و فرهنگ بکنید. با داشتن این دیدگاه های مثلا سیاسی شما احساس بکنید که ما از خود صاحب دیدگاه هستیم، یک نظری در تاریخ ما در مورد سیاست پدید آمده. هیچ چیزی هیچ احساس نمی شود. یک شخص عادی را مواجه می شوید که ممکنه در هر جای دیگه باشد، همه اکنون هم هست. یک ویژگی که در دانشنامه ازاره به طور خاص وجود داره که شخصیت های مهم تاریخی و فرهنگی عادی می شود و شخصیت های عادی هم کوشش می شود فرهنگی تاریخی شود. یک آدمی که 27 سال سن داره همونجا رفته، یک آدمی که کارهای بسیار عجیب و غریب کرده اونم تقریبا به اندازه ما آدم 27 ساله، یعنی یک بسیار سطحی شده. آدم احساس میکند که یک قدرتی در پس نوشتن نیست که بتواند خوب را از خراب تمیز بدهد، که برایش مهم باشد. حتی در مدخل نویسی هم من فکر نمی کنم که، البته در مواردی که من دیدم که اینا دنبال یک متخصصی مدخل میگشته و کسایی که در دانشنامه کار میکرده من بسیاریشان را که میشناسم اونا انسان‌های بسیار عالم و دانا هستند. اگر به اونا خودشان کار میکردن به نظر من خیلی بهتر بود. پس بنابراین آیا در سیاست گذاری هم تشخیص وجود نداشته که چی کسی کدام مدخل بنویسه؟ برای از بود تقریبا همه بوده یک تصوری. گاهی وقت اخیرا داریم مگه دایره المعارفی نوشت، دایره المعارفی نوشت یعنی خیلی کشکولی نوشت و ضرور نیست که قوی بنویسه، خوب بنویسه. نمیدونم، من جزئیات را نمیدونم، ولی در کل برخورد می رقم صورت گرفته که کسی که مثلا میتونسته درباره فلان شاعر معاصر که مثلا یک جزوه 50 صفحه‌ای نوشته کرده، اما آدم با اندک تفاوت میتوانسته درباره اگر مدخل معاصر را بنویسه، اما به خود اجازه داده که مثلا برای مدخل ابن سینا را بنویسه، دیگه کدام فرقی نداره. چند تا زندگی نامه را پیش روی خود میگذاشته و چند تا مطالبی سر هم جور میکرده و میشنه مدخل. برخوردی که معمولا صورت گرفته یک همچین چیزی است. من در سر ندم شما را در همه کمتر از 20 مدخلی که به فرهنگ و تاریخ و مسائل هزاره، اول که خودش بسیار ناقص است، یعنی بسیار چیزا اونجا نیامده. حتی در چاپ راست اولی هم چاپ اول هم اعتراض کردم که چرا نام امام افضل الدین بامیانی اینجا نیست. ایشان جزء یک از معروف ترین چهره های ریاضیدان و منطقدان قرن هفتم است. قرن هفتم هجری پیش از هجوم مغول احتمالاً از بامیان مهاجر شده به طرفای فهستان و بعدش جاهای دیگه و حتی سر از کشورهای عرب و در آخرم نمیدانیم در کجا از دنیا رفته، ولی بعضی آثارشان باقی مانده. من خوشحالم که موفق شدم یک مقاله در موردشان بنویسم. حتی در اعلامیه خود دانشنامه در اول که اعلامیه اصلاحات داده بود گفته بود که می نویسه. البته اونجا ابو معشر بامیانی گفته که خطا بود، شاید به اعلامیه هم در سایتشان باشه ابو معشر بلخی است بامیانی نیست، ولی من چون خود ما زمان در یک اعتراض از امام افضل الدین بامیانی یاد کردم. اینا مثلا نمونه‌های تاریخیه شبیه این که میتواند بازتاب فرهنگ و تاریخ هزارها باشد یا در امکان خود ندیدن یا کجا بودن اونایش من نمیدن. خب بر ترتیب نشان از یک شیوه برخورد سطحی و غیر حرفه‌ای با فرهنگ و تاریخ مردم و جامعه هزاره داره. با این وضعیت این دانشنامه تدوین شده است، یعنی یک بخش زیادش اختصاص دارد به کتاب ها و به جزوات که انصافاً من در بین کتاب ها میخواستم یک نمونه را انتخاب کنم که اگر ارزش تاریخی داشته باشه ببینم با او چگونه برخورد شده. بیشتر از 200 مدخل به همین نوع کتاب ها اختصاص پیدا کرده تا جایی که من چه کردم در همین خانواده های 200 در این حدود 200. ولی واقعا یک کتابی که آدم احساس کند ای عمق و غنای فرهنگی هزاره را نشان میده به نحو با میجام مربوط میشود در بین نیست. خب این خیلی وحشتناک است که
شما 200 تا اثر علمی را در یک جای به نام خودتان در حدی بوده که در دایره المعارف ها ثبت شود بیاره، بعد هیچ یک اونها توجه یک آدم را جلب نکنه. یا مثلا گاهی وقت من در زمان خیلی وقت که تانوز چی نشده بود، من جزی اولین کسایی بودم که میراث دومم دیده بودم. با خاطر با یک از اعضای علمی گفتم که اما کتاب مهمی که به نظر شما در این انبوهی از کتاب ها بازتاب تاریخ و فرهنگ هزاره هست کدام است؟ اونا خودشان هم چیز نبود، میگفت خب همهش هسته. اینمی همه اینمی کتاب های کاملا این ما مهم. یعنی من تر یک برخورد چیزی رو احساس کردم که سطحی و یکسان پنداری هست، یعنی خوب و خراب خیلی در اونجا تشخیص نیست و الا کتاب ها یک دست نیست. اگر ابن سینا یک مدخل است آمده است، بعضی آثار ابن سینا که با الف شروع می شود اونم میتونه یک مدخل باشه و اینا با کتاب یک شاعری که 50 صفحه شعر گفته و معلوم نیست خودش هم از یادش رفته، اینا با هم برابر نیست و اینا رو یک نفر توضیح داده نمیتواند. یک چنین یکسان پنداری و یکسان انگاری و همه چیز را سطحی کردن به عنوان یک رویکرد ثابت در دانشنامه هزاره مشهود است. از لحاظ روشی متاسفانه بسیار بسیار چی هست. روش ببینید ای که ما بگیم ایر شهید بنویسیم و رو شهید ننویسیم، مقدسات علم علمیه که اگر تصفیه را به جای تصرف نوشته کردیم، تصرف را به جای تصفیه دیگه مرز علم بیرون شده و خلاصه کاخ علم ایران شده. اینا نیست. روش یعنی این که شما همون موضوع را بازتاب بدید، به هر روشی که میخواید بازتاب بدید. هیچ مقدسات در دنیای علم نیست. علم خودش مقدس نیست و مقدسات ندارد. شما فقط بتونید موضوع رو نشان بدید. وقتی که شما موضوع رو مسخ میکنید و موضوع رو بازتاب داده نمیتونید، در پس روش سنگر بگیرید، این دیگه بدترین کار ممکنه. ببخشید که این اشارات پراکنده بود. من میخواستم یک نتیجه سیاسی بگیرم با توجه به مقدمه اولی که گفتم که پیوند بسیار اساسی عمیق و استوار بین دانشنامه ها و دایره المعارف ها و اما بدنه سیاسی یک جامعه و در واقع بقا و دوام سیاسی یک جامعه وجود دارد. با توجه به او و با توجه به برخوردی که الان ما نمونه هایش را اینجا یادآوری کردیم در دانشنامه هزاره صورت گرفته، این دانشنامه به بقای سیاسی هزاره ها، به رشد هزاره ها، به تحکیم وضعیت سیاسی هزاره ها کمک نمیکنه، بلکه با بریشه کردن جامعه هزاره اونا را از لحاظ سیاسی بیشتر آسیب پذیر میسازه. اولا یک نوع برخورد سطحی با علم و با تاریخ و همه چیز ترویج میکنه. وقتی که دایره المعارف ها یک چنین الگویی را مطابقت کند و کشکول و لیست از آدم ها را نمایت کند و بیاید، خب هرهری مسلکی و به مباداتی را در عرصه فرهنگ ترویج میکنه. متاسفانه وجود دارد. عرصه سیاسی ما از وقت عرصه فرصت طلبی بود و این فرصت طلبی ها و خیش سالاری و خرابکاری ها خب برای ما متاسفانه به زیان جامعه تمام شد و عرصه فرهنگ هم اگر یک میدان فریبکاری و شیادی بدل شود و این اون نوشته کنیم اینه و به نام دایره المعارف و دانشنامه هم یک موج از فریبکاری بر مردم تحمیل شود، خب این سطح نگری تبدیل می شود به نگاه غالب. وقتی که شما با فریبکاری امتیاز پیدا میکنید، در جامعه ممتاز میشوید، خب خیلی طبیعی هست که یک کسی دیگه هم بخواد همین کارو بکنه، یک کسی دیگه هم بخواد همین کارو بکنه. اگر تشکیلات سیاسی در جامعه هزینه داشت و جامعه اونا را در مقام مسئولیت پاسخگویی قرار میدادن، باور کنید از زمینی که شلغم کشید کنه از او که حزب سیاسی از سرزمین هزاره سویه کرد. خب این ماجرا در مورد فرهنگ هم می شود. وقتی که قرار باشد آدم با فریبکاری و شیادی و ندانمکاری و نادانستگی امتیاز بگیرد از جامعه و پیش برود و ممتاز شود و افتخار بگیرد، خب دیگه کی ها منده نیست. مسابقه در خرابکاری خیلی زود در جامعه را مفته. اولین کارش همی است که خیلی یک فرهنگی سطحی را میندازه و بسیار موج از خرابکاری پیدا بشه. اگر یک مقاله قوی نوشته میشد، حتی یک مقاله قوی و نمو خودش یک سد میشد، یک سنگر میشد و بسیاری هم گفت ما باید از این بندر عبور کنیم. نه اینکه هر کس یک مقاله رو بخونه بخویی که من نوشته میکنم. چرا این رقم که
با نوشتن چند تا مدخل برای چند تا رفیق آدم بخواه شخصیت فرهنگی جامعه خوشا، چرا ما نشه؟ اول که این فرهنگی بی‌مبالاتی و برخورد فریبکارانه و شیادی با همه چیز را در عرصه فرهنگ ترویج می‌دهد. این بدترین پیامدی است که متاسفانه این دانشنامه داره. از این لحاظ خانمان براندازه در جامعه آسیب دیده مثل جامعه هزاره به نظر من این ضرر کمی نیست. دومی دیگه، جامعه هزاره را بسیار فقیر معرفی. یعنی هیچ شخصیت فرهنگی درست است که اینا چی هست، ولی هیچ شخصیت فرهنگی نیست که آدم بگه خیلی ممتاز است. سوم، همون بازتاب علم، چیزی که من خود میخواستم بگویم که حالا دوستان ما در اونجا خیلی زیاد تاکید دارد که ما کار علمی کردیم و دیگر را به سواد است، اهمیت و قدر این کار را نمیداند یا میخواهد که ارزش های سیاسی خود را بر کار علمی تحمیل کند و از این حرفا. مثلا امی علمی که این همه ازش حرف زده می شود و این علم در کجاست؟ این در نوشتن ابن سینا خود را نشان داده است، این علم در نوشتن بامیان خود را نشان داده است، در نوشتن آل شنسب خود را نشان داده است، در نوشتن آل کرد خود را نشان داده است. در کجا ما چیزی آل کرد نپرداختم بشی، به خاطر از اینکه این یک از مقطع‌های خیلی درخشانه و به خیلی سادگی نمیشود به پی برد. دوستایی که اکثرشان طلبه کتاب متول خوانده و اون کتاب در هرات در دربار آل کرد ساخته شده و با حمایت اینا ساخته شده و خیلی از وقت یک آگاهی وجود داشت که اینا خاندان حامی علم و ادب و هنر در منطقه بود، گرچه محلی بود ولی یک از خاندان مهم بود و با آگاهی از اونا و پیوند اونها با تاریخ هزاره خیلی یک آگاهی عظیم وجود داشت. یک بخش زیادی از تحقیقات مرحوم شهید اسماعیلی، محمد اسماعیل مبلغ در اونجوی اختصاص پیدا کرد، به خاطر همین بود که یک بخش از سابقه بسیار درخشان تاریخی مردم ما را خاصا در حمایت از هنر و ادبیات و اینها نشان می‌دهد و آدم متاسف می‌شود که وقتی چنین نوشته های را می‌بیند و چنین سطحی شدن را به دست خود، یک عمق تاریخی را ما تبدیل می‌کنیم به یک پدیده سطحی. هر جای قرار است ما اونجا زور فرهنگی خود را نشان بدیم، او تبدیل می‌شود به یک چیز بسیار عادی که او هیچ شکوه و عظمتی به وجود نمیاره و در نتیجه مایه بقا را، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد وقتی که تمام زور فرهنگی شما و عمق تاریخی شما در این حد است که در این مقاله ها بازتاب پیدا کرده، پس در عرصه بقا هم حرف برای گفتن نیست. پیامدهای سیاسیش از این جهت بسیار وحشتناک است. هزاره در چشم غیر هزاره ها به عنوان یک ملت دارای ریشه و فرهنگ نشان داده نمی شود. هم فرهنگشان سطحی دیده می شود، هم نوشته ها بسیار سطحی است که هیچ یک زور فرهنگی و علمی هزاره معاصر را بازتاب داده نمی شود. نتیجه گرفته می شود است که هزاره نه تاریخ دارد و نه توان نگاشتن این تاریخ را دارد. اگر تاریخش همان است که در مقاله بامیان بازتاب و اگر بامیانش همان است که در مقاله بامیان بازتاب پیدا کرده، بامیانی هم نیست، چندان بامیانی نیست. اون شخص تاریخی و اون سلسله تاریخی که در دایره معارف آمده او هم کدام چیزی نیست. مثلا پیشتر مسئله آل کرد را زدم، های دیگر شما خودتان مثال میزنید. یعنی نه اونها بازتاب پیدا میکند و قهرن وقتی که اونها بازتاب فعلا هم کسی نیستید دیگه. اگر بودید که باید یک چیزی را نشان میدادید، یک موضوع خوب را تشخیص میدادید، شاید حق با شما باشد همین موضوعات 20 موضوعی را که شما اینجا انتخاب کردید ظرفیتش همینه که در دانشنامه پرداخته شده، ولی شما اونقدر تشخیص نداشتید که یک موضوعی به لحاظ تاریخی مهم را بتونید بازتاب بدید. اینا خیلی طبیعی است که چنین تصاویری را به مخاطب و خاصا به دشمن هزاره القا کند. در کل از لحاظ بقای سیاسی و فرهنگی هیچ پیامدی جز پیامد مثبت ندارد. پیامدش مطلقاً زیانبار است. هزاره را یک مردم بیریشه، کمریشه، سطحی، فاقد توانایی‌های علمی و فاقد همه چیز معرفی میکنه که برای یک مردم آسیب پذیری مثل هزاره که سالها در معرض قتل عام بوده، با این فرهنگ و با این فرهنگی که مطرح می شود، خب داسی بسیاری ها علیه هزاره دسته پیدا می کند و بسیاری ها شروع می کند که خب بیریشه بوده. این من یک چیز اشاره کنم به لحاظ تاریخی، ببخشید اگر
وقت ما نگرفته مگر کسایی بود نمیتون تذکر بدید که نمیدونم ما بلد نیم اینجا تذکرش چه رقم هست. اگرچه بود ما فقط یک اشاره میکنم که در کتاب تاریخ افغانستان، تاریخ سیاسی و دیپلماسی، کتاب آقای کاکر که اخیراً تجدید چاپ شده، انتشارات بریل چاپ کرده، دوستایی که طرف ببینه، اون یک فصل درباره هزارها داره، اونجا نامش هم است هزارها، کتاب به انگلیسی است. مگه یک مردمی است که سابقه تاریخیش تا قرن 16 میرسه، دیگه کدام چیزی نی. عبدالرحمن یک کم از یار کشت ولی بسیار به حق از یار لطف کرد، اینا را میرا و نمیدونم خوانینشان سودا میکرد و بردگی میگرفت و بسیار مردم به فرهنگ بود و بعض عبدالرحمن هم بقایای از یار شهری کرد، فرهنگی کرد، پیشرفت داد و هزارها در واقع بسیار مدیون و مرهون لطفی عبدالرحمن باشه. یک مردم به فرهنگ و پیریشه و به تاریخ، حد اکثر سابقه ایشان تا قرن 16 مزش قرن میلادیه، تا اینجاها را شاید برسه. خب تفاوتی که تصویری که از ازره در دانشنامه ازره ارائه می شود، راستش گاهی وقت آدم میخوره با یک شخصی که خیلی قدیمی است، مثلا آلی کرد یا بامیان، ولی چیزی بیشتر از این نیست. این یک تصویری نمیه که یک احساس عظمت به یک هزاره بدیه و هزاره را برای بقا مصمم کنه. اگر واقعا تاریخ همیه، کی حاضر است که خود در پای یک همچین تاریخی به کشتن بده؟ اینی کلیاتی است که از لحاظ چی بسیار زیانبار است، به لحاظ سیاسی بسیار زیانبار است و اما عمق فرهنگی را نشان داده نمیتواند، آینگی کرده نمیتواند و الا هزارها در منطقه به لحاظ فرهنگی بسیار مهم زندگی کرده. اگر هر بدشانسی تاریخی داشته، ولی از وادی سیستان در جنوب تا بخارا و خوارزم در شمال، هزارها در یک منطقه با تحولات فرهنگی بسیار پیچیده زندگی کرده. از این فرهنگ بودیسم و هندی در مدت‌های طولانی در اینجا بوده. در دوران‌های مختلف بلخ دو سنت طبی مهم در اونجا انجام شد. اولین بار عملیات سر، کتاب ریچارد استارم آمده، کسایی که خواست ببینه، من البته همونجا دیدم که یک شاهزاده بلخی اونجا بیناییش از طریق عملیات سر برای اولین بار در تاریخ بشر اونجا انجام شده. یک عمق فرهنگی به این پایه که موردی توجه بسیاری ها هستند. این عمق فرهنگی مثلا در یک کتاب که کتاب ریچارد استار باشد، کسایی دیده، بارها و بارها بیشتر از دانشنامه ازاره بازتاب پیدا کرد. این دانشنامه یک مثلا 5% یا 3% اون چیزی که دارم، یک کتابی که یک محقق خارجی نوشته کرده که او لابد فارسی و عربی هم نمیدانسته، بازتاب پیدا نکرد. خب حالا تعارف کنیم چه فایده؟ مقایسه مثال دادم به خاطر از اینکه آدم عملاً ببینه. خب این فاجعه هست دیگه. وقتی که شما منابع مصرف میکنید، فارسی بلدید، عربی بلدید، لابد بخشای بسیارایتان انگلیسی بلدید، این همه بوق کردن میکنید، خب بالاخره یک کسی هست که اینا رو مقایسه بکند با این و آن، با آثار. یعنی اون چیزی را که بزی منطقه، این منطقه‌ای که دانشنامه ازره و سرزمین تاریخی ازرها بوده، البته یک مرکزی ازرها بیشتر مرو بود. در کتابایی که در قرن 9 نوشته شده، ریشه های بیشتری از جمله تاریخ رشیدی رو یک مغول نوشته کرده که خودش مگه از مغول هایی بوده که در کشمیر اونجا ها، ولی بعدها اونجا نوشته بوده که در خوارزم یک لشکر عظیم از هزاره علیه مغول ها بسیج شده، رفتن 30,000 نفر شد. وقتی که در قرن 9 تنها 30,000 لشکر هزارها از خوارزم تشکیل میداده و میرفته و جای دیگه لشکر کشی میکرده و دیگه میکرده، این منطقه رد پای هزارها پر، ولی در یک محقق خارجی که این زبان بلد نیه بسیار بازتاب پیدا میکند. در یک آثار هزارگی 10% یا 5% امو هم بازتاب پیدا نمیکنه. خب فاجعه است دیگه. قرار نیست که زلزله شود یکدم کلی هزارجات نابود شود ما بگیم این فاجعه پیدا شد. این هم فاجعه دیگه، فاجعه فرهنگی که کدام شاه خودم نداره. اینا رو هم از باب مثال گفتم که تا یک حد ماهیت کار روشن شود. ما خودم 4 نمونه را به عنوان نمونه یادآوری کردم که نه از لحاظ روشی، نه از لحاظ استنتاج علمی
نه خلاصه متاسفانه برای از ما بخی عصبانی کننده بود. ما هیچگاه فکر نمی‌کردم که وضعیت به این اندازه بد باشد. مطلقاً کسایی که مطلب ها رو نوشته بودن در مورد اون چیزی رو که می نوشتن هیچ معلومات نداشت، هیچ وارد نبود. من تعجب کردم که چی پالیسی اونجا وجود داشته که مثلا یک کسی از ما بخواه که در مورد نمیدونم چیز هسته‌ای یا مثلا عملیات مغز یا در مورد چیزهای ژنتیک یک مقاله بنویسم، شاید ما برم از ویکی‌پدیا یک چند مطلب بیرم و که یک شده دویشی برابر نباشد، مقدمه و کبرا به صغرا نخورد، نتیجه به هر دویش نخوره. این شاید یه بعض جای این رقم یک برخورده به ذهن آدم یک واقعا این فاجعه خیلی مایوس کننده. ولی من نمیخوایم کسی را متهم کنم، ولی به عنوان یک خواننده، به عنوان یک نظری که مسائل از را برای ما مهم بوده، به عنوان یک کتابخوان متوسط الحال علمی جامعه، ما واقعا وحشت کردم از این کارها و متاسفم که با چنین هیاهو مواجه شدیم، با چنین شکاف و جنجال جامعه ما مواجه شد. ولی بیشتر از اون شخصا متاسفم که یک چنین اثری به وجود آمد که بازتاب هیچ چیزی نیست. آدم نگران است، فقط آدم ها به حجم از و به تعداد مدخل اشاره می شود و همین و سلام و بعد بوق کردنهای علمی می کند که این روش و این برخورد هم شخصا برای شخص من بسیار مایوس کننده بود و اگر ما عمل پراکنده گپ میزنم هم یک بخشش به خاطر امزی است که از کجا بگویم و جنجال ها زیاد، ولی اونچه که اتفاق افتاده است بسیار غم انگیز است، واقعا غم انگیز است. ایره به مبالغه میگویم. اگر نمیتوانیم اما ما فی ضمیر خود را به قول علما خیلی واضح و روشن بیان کنیم، مطالب را دسته‌بندی کنیم، هم بخشش زیاد برمیگرده به می آشفتگی و پریشانی و برخورد بسیار عجیب و غریبی که در اونجا صورت گرفته. دیگه ترکیبی، حالا بخشای تکنیکیش سر جای خود ترکیبی از فرهنگ عامه و اینا، در حالی که در بسیار جای خود یک تفکیک صورت میگیره. ما فرهنگ داروهای گیاهی داریم در کشورهای مختلف، فرهنگ نامهای محلی داریم. در افغانستان قاموس جغرافیایی افغانستان نوشته شده، بسیار از قریه ها اینجا آمده که دو آمده که اینجا آمده. او بعدها دولت ترکیه او را چاپ مجدد کردن. اول بنیاد دایره المعارف نوشته کرده بود که او خودش یک تحقیق بسیار مفصل است، بر اساس منابع دولتی صورت گرفت. بسیار قریه ها هیچ ضرور نیست دیگه، قریه را دولت ثبت کرده، انکشاف دهات تمام قریه ها را گرفته. و این چه بحث است که 80% بحث از را این نشان بده که او قریه در شرق نیست و در غرب است، نام از قریه بدل شد و قریه بدل نشد. خب در همین قاموس جغرافیایی قریه ها هستند، قریه های از چیز هستند. در انکشاف دهات از تمام قریه ها بسیار سروی های مختلف در دوران صورت گرفته. خب این قریه ها بیا، این داروهای گیاهی بیا، این بازی های محلی بیا. مثلا حالا یک چیزش که متاسفانه اینجا خیلی مشهور شدن در گپای آقای شاعری ارجمند ما آقای کاظمی هم رفته بود، او چرتک بیا، یکی دیگه یا چی است اینا، همه با هم گردورد است و مدخل ها اضافه میشه. ولی اون چیزی که دایره المعارف ها به خاطر که میخواد عمق فرهنگی رو نشان بده، باید اون تشخیص در اونجا باشد دیگه. حالا ما افتخار کنیم خود حداقل جای دلدغی نیست، ولی خب او چرتک چی رو نشان کدام چیزی نیه دیگه. اگر یک ملتی از عراق مثلا او چرتک نمیداشت و ضعیفتر بود یا بسیار چی بود، بازو مایل یک احساس بقا و سرفرازی و خوشحالی بکنیم که همچین چیزی خیلی تعجب دیگه. اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، آدم باید بیش از بیش متاسف شود که چه نگاه‌های معیوبی برای ما فرهنگ میسازه و به مسائل فرهنگی توجه میکنه. اگر همین رقم باشه که هیچ سبک سنگین کردنی و هیچ اولویت بدی در کار نباشه. خب اونایش بحث‌های تکنیکی دوستای دیگه هم زیاد اشاره کرده، بر ترتیب یک گردورد است خیلی زیاد. هر چیز در اینجا است، هر چیز در اینجا است، در حالی که این میتونست مسائل فرهنگی و تاریخی را جدی‌تر برخورد کنه، زیاد بنویسد، حق مطلب در چند جای ادا شود. اگر 100 مدخل خوب در اینجا نوشته میشد که حق مطلب ادا میشد و از لحاظ معیارها و معیار ورود به دانشنامه را می داشت، به جای اشخاص معاصر. یعنی آدمای 30 ساله خوب اونا ممکن 90 سال دیگه با وضعیت 60 سال آینده عمر کنه، خیلی تغییرات کنه.
اکثر چیزا آیین نامه میکنه که افراد معاصر در اونجا نیاره. افراد معاصر که خیلی هم جوان اونا اونجا چیکار مونه. اینا خیلیه. خود ده ها تا نمایه دیگه ممکنه انجام شود، کتاب شناسی جور شود، کتاب شناسی شاعران معاصر شده. این بعضی های زیاد طرف شده، بعضی لیستایی که در دور دره و جاهای دیگه آمده شاید از یک جهت مناسب تر، گزیده تر و حرفه‌ای تر هم باشه. من نمیدونم که این همه کسی که 50 صفحه شعر نشر کرده و تا هنوز تازه تمرین من خودش و چی میکنه در دانشنامه چیکار. خب بر ترتیب ببخشید پراکندگی پیدا شد دیگه. به لحاظ برخوردشان با علم و با فرهنگ و با تاریخ هم متاسفانه خیلی یک برخورد ناشیانه و برخورد غیر حرفه‌ای هست و پیامدهایشان به لحاظ سیاسی و فرهنگی برای جامعه هم هرگز مثبت نیست. همین خلاصه گپ ماست با نشانه هایی که یادآوری کردیم خدمت دوستان. اگر کدام فرمایشی باشد در خدمت. سپاسگزارم جناب استاد. سلامت باشین شما. با عنوان نخستین پرسش از جناب استاد رویش خواهش میکنم که صحبت‌هایشان را و یا پرسشی را که دارن ارائه بکنن. جناب استاد رویش بسیار زیاد خوش آمدین. بفرمایید، مایک در اختیار شماست. تشکر آقای فرهمند و با عرض سپاس از استاد امیری که باز هم بسیار زیبا و آموزنده بخش از مسائل رو مطرح کردن که گذشته از جنبه های دیگرش برای بسیاری ما آموزنده هست و راهنمایی کننده. استاد در دانشنامه مرحبا که شما گفتین از یک طرف ممکن است که برخورد سطحی و غیر حرفه‌ای شده باشه، اما برخی از منتقدان که من هم اتفاقا یک از اون جمع هستم احساس میکنم که بسیار برخورد حساب شده سیاسی هم در دانشنامه صورت گرفته که نمیشه او را تصادفی و غیر حرفه‌ای بگویم. مثلا تصویری که از بابا مزاری، از مقاومت غرب کابل، از اسم و هویت هزاره ارائه شده، تمام چیزهایی که امروز هزاره ها را نماد ارزش و تحول خود حساب میکنن تقریبا مسخ و وارونه جلوه دادن. در چاپ اول منبعش بخی مشخص بود و تمام روی کردشان تهاجمی و خیلی حساب شده بود. بعضی که با حساسیت های مواجه شدن ایره از در چاپ دوم گفتن که ما ویرایش میکنیم، اصلاح میکنیم، ولی در واقع در چاپ دوم هیچ گونه اشاره بریدی نکردن که او چاپ منسوخ شده به این دلایل، یعنی مدخل ها برداشته شده به این دلایل و یعنی تغییرات آمده به این دلایل. اینا را حسن نگفتن، بالعکس به گونه وانمود کردن که او چاپ در واقع یعنی برش صحه گذاشته شده. مثلا میگن که با استقبال بسیار کم نظیری که در جامعه از چاپ اول صورت گرفت، برخی از پیشنهادات صورت گرفت، ما چاپ دوم را با تکمیل کردن از مثلا ارائه کردن که حالا 300 200 صفحه بیشتر میشه و چند مقاله دیگه داری اضافه میشه. حالا ما حرف ما ایست که این دانشنامه خب دانشنامه ایست که توسط جامعه تمویل میشه یا با سرمایه مادی و معنوی جامعه بسیار فقیر که هزاره هستن، با توجه به اهمیتی که برای شما هم یاد کردین قائل هست نشر میشه. این طبعا از یک دانشنامه دیگری که ممکن است که حکومت با سرمایه بسیار گزاف و با توجه به ضرورت‌هایی که یک دانشنامه کلان در سطح حکومتی داشته باشد ممکن است ارائه کند فرق دارد. یعنی هدف بسیار خاص هست، بیشتر مربوط میشه به هویت جمعی جامعه و تحولاتی که در اون جامعه آمده. اینا حالا خیلی از مسائل هستن که واقعا رقم که شما گفتین شاید حکومت به اونا برسن که در این دانشنامه ضرور نیست، مثلا حدود اربعه قریه که ممکن است اشتباه باشد یا نباشد، یا ممکن است که برخی از شخصیت ها آدم هایی که در اینجا مطرح میشن قابل جبران است، یک شاعر است، نویسنده است، نویسنده. اما دانشنامه هم شما هم بیان کردین که کتاب برای مطالعه نیست، کتاب مرجع هست، مثل فرهنگ لغات، مثل فرهنگ عمید. مثلا هر کسی که یک زمان یک مطلب را ضرورت داشته اونجا میره و جستجو میکنه، از او استفاده میکنه. حالا فرض کنید 10 سال میگذرد، بعد از 10 سال یک کس دانشنامه هزاره را باز میکنه، در دانشنامه هزاره یک مسئله خاص را میخواد جستجو کنه، مثلا افشار، مثلا مزاری را، مثلا اکبری را، مثلا انبری را، مثلا مقاومت غرب کابل را. وقتی که میره در دانشنامه تصویر کاملا مسخ شده را در این پیدا میکنه.
او را هم سعی میکنه که در زیر نام شخصیت های آمده که شخصیت ها از جمله سرمایه های بسیار عظیم و معتبر جامعه هم هستن. اینا کسایی بودن که کسی نمیتونه اینا رو بگه که اینا غرض داشتن یا بر ضد جامعه بودن یا مثلا یک هدف یک پروژه‌ای داشتن بر مسخ کردن جامعه. خب همین چهره ها در پشت سر اساس دانشنامه هستن. انظمه دانشنامه یک آدم 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد میخواد که مطلب را دریافت کنه و اونم منبع میشه بر شناختش از حضرت. چی شناخت در مورد بامیان هست، چی در مورد مثلا جنگ روزگان هست، چی در مورد هزاره هست، چی در مورد تحولات هزاره داشته، چی در مورد مثلا به طور مشخص فعلا در مورد بابا مزاری یا مقاومت غرب کابل. حالا سوال ما این هستند که اگر واقعا در یک بود ما میبینیم که یک برخورد بسیار غیر حرفه‌ای صورت گرفته در رابطه با دانشنامه که یک کشکولنامه مثلا آوردن، در یک طرف دیگر یک برخورد بسیار حساب شده و سازمانی یافته هستند که به قصد یک نوع تصفیه حساب سیاسی است. کسانی در پشت سر دانشنامه هدف یعنی وارد شدن کار کردن که اینا به هر حال چهره های بسیار شناخته شده هست. آدم های هستند که 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش در حلقات معین اینا جمع می شدن و در اون حلقات معین در برابر این کسایی که فعلا دانشنامه به قصد معرفی از اون اومدن در اینجا میان حرف میزنن. حلقه بلاغ مثلا، حلقه فریاد عاشورا، حلقه فجر امید، حلقه تعقل و خیلی از این کسای دیگر، اینا آدم‌های بسیار شناخته شده هستن و تقریبا حدود کثیری از آدم‌های که فعلا هستن از اینا شناخت دارن که اینا وقتی که خودشان از زبان خود در مورد بابا مزاری، در مورد مقاومت غرب کابل نوشته می‌کردن، زبانشان کاملا مشخص بود. اینمی آدم‌ها اومدن کوچ کردن به نام هزاره، از سرمایه هزاره در تحت نام دانشنامه هزاره مطلب می‌نویسن و طبعا اینا نمیتونن که معرف خوب برای مزاری باشن، ولی میتونن که یک مسخ کننده بسیار خوب برای معلومات و به اصطلاح همون اطلاعات باشن که نسل فردا ضرورت دارد. این حرفا رو چرا من میگم؟ به خاطر ازی که احساس میکنم کسایی که حالا فعلا دانشنامه رو نوشته کردن اینها یک هدف داشتن. هدف از اینا به طور خاص نیست. بسیارش مثلا یک تاجر هست، یک کس هست، یک استاد دانشگاه هست، یک شخصیت علمی جامعه هستن. اینا به قصد از این نیامدن که مثلا مزاری رو مسخ کنن یا هزاره رو مسخ کنن. یعنی تحول را که در نام هزاره در طول 30 سال صورت گرفته که به تعبیر از یک جرم به یک افتخار تبدیل شده که 30 سال پیش مزاری آمد مثلا گفت هزاره بودن جرم نباشد و هر کسی به خاطر از اینکه نام مطرح شده بوده در مورد حمله قرار میداده. حالا 30 سال بعد این به یک افتخار تبدیل شده که میتونه در پیشانی یک دانشنامه مثلا جای بگیره و در زیر از این تمام افتخارات جامعه بسیج شود. خب حالا کسایی که بیاین اینمی تحول در درون از جامعه نادیده بگیرن یا قضیه دو جامعه دشمنی بکنن، نمیتونن معرف بسیار خوب در دانشنامه بشن. بنابراین اینا باز نمیشه که گفت برخورد غیر حرفه‌ای میکنن، برخورد کاملا سیاسی میکنن و دانشنامه را از یک سنگر علمی به خاطر تقویت هویت جامعه تبدیل میکنن به یک سنگر سیاسی برای تخریب کردن تمام ارزش‌هایی را که حداقل این نسل شاهد هستن که بسیار قربانی گزاف داشت پرداخت کردن. اینا را بحث سیاسی پشت سرش آوردن، مثلا اینا رو به جنگ‌های بسیار فرعی پس دوباره تبدیل کردن، تبدیل دادن، بس سید و هزاره مطرح کردن، بس شیعه و هزاره مطرح کردن، بس مثلا اکبری و انوری و مزاری مطرح کردن. تمامش به قصد از این هست که اینمی اصلاح ابهام را که در این جامعه خلق کردن اینمی رو بپوشن. من از این لحاظ احساس میکنم که شاید نظر من با شما یک مقدار متفاوت‌تر باشد یا شاید هم نباشه، چون شما در برخی از نکته‌های اشاره کردین که اینجا صرفاً ما با آدم‌های ناشی یا غیر حرفه‌ای طرف نیستیم. ما با آدم‌های بسیار هدفمند، آدم‌های بسیار حرفه‌ای هم طرف هستیم که در زیر نام دانشنامه یک پروژه بسیار ماهرانه سیاسی رو دنبال میکنن. میخوایم نظر شما رو داشته باشیم. تشکر. ما در مورد پروژه ها و اهداف راستش ما ارادت داریم به خدمت برادرای دانشنامه و بسیاری ها را البته نمیشناسم، منتها آقای ابوطالب و بعضی نویسنده ها و اینها را میشناسم و این رقم که ما بگم یک اراده، یک تعمد در کار هست که اینا میخواه همونطور که شما گفتید در پوشش دانشنامه میخواه که یک اجندای سیاسی رو پیش ببره، بعضی چیزا را کم کنه، بعضی چیزا را زیاد کنه.
راستش ما به چنین تعمدی فعلا حداقل باید احتیاط کنم. منتها شواهد هم وجود داره. با جایی که من به پاسخ شما چه کنم، خود من به یک شاهد اشاره میکنم. در مورد آقای اکبری، خب ایشان متهم هستند به طور مشخص، در خاطرات خود هم اشاره کرده به کشتن آقای نادری الله‌داد در ترکمن، بچه ملنگ در غور و آقای محمد حسین خان شاهی در برس. حداقل افراد دیگه هم بوده، اینا را ایشان گویا که دخیل بوده در خاطرات خود. در مورد حاجی نادر هم یک اشارت اجمالی کرده که گویا همکارانش یا افرادش رو کشته باشه. اونجا از دستور مستقیم خود البته گپ نزده. خب اینا بخش از کارنامه و کاراکتر شخص است که در زندگی نامه ایشان مثلا اونا نادیده گرفته شده. این گویا شایبه را به خواننده ای که با خبر است تحولات، ما از خاطر میگیم که ما خود در از درجات کلان شدیم و همی کودتا و سقوط و جهاد و همینا را ما جز شاهدان عینی بودیم، دیدیم. به عنوان یک محصل مکتبی و بعد کم کلانتر شدیم، به عنوان که در مسائل جامعه حساس بودیم، اینا را ما شاهد بودیم و دیدیم و شنیدیم. از این رقم میگم اینی تر چیزا یک برخورده. یا مثلا وقتی که آقای اکبری در پاسداران و سازمان نصر بین خود توافق میکنه که حزب وحدت بره، نقشان بسیار برجسته هست. یا وقتی که آقای اکبری در مخالفت ها مخالفت ها بسیار خفیف است و وقتی که در انتخابات شکست میخوره رای اکبری جدا میشه، اینا با اهمال برگزار میشود. خب خیلی مهمه، یعنی برای یک نسلی که میخواد از واقعیت معاصر درک کنه یک چیزی را. به نظر من در تاریخ معاصر ازره حداقل انتخابات 9 اسد در کابل که او چون آقایان دیگر وارثین نام نهاد آقای مزاری هم چون مخالف انتخاب بود و خودشان خانواده سالار بود و یک سالاری و حکومت دائمی خود فکر میکرد، اونا هم از یاد نکردن، در جاهای دیگه هم یاد نشد. ولی به نظر من انتخابات 9 اسد که در سایه جنگ برگزار شد و با کامیابی قاطع آقای مزاری و بعد شکست آقای اکبری، این یک اشاره بسیار اجمالی شده. ولی اینجا نمیگه که شکست اکبری در انتخابات رای اکبری رو جدا کرد و اکبری رو به طرف خشونت برد اینا. و خود این انتخابات به نظر من میتونست یک مدخل باشه، به خاطر از اینکه حادثه 25 جوزا، تظاهرات مردم، سخنرانی مشهور خدا بیامرز استاد زاهدی، اینا همه مقدمه همین انتخابات است. و شورای تصمیم گیری اول در کابل نمیخواست انتخابات شود، بعد تصمیم برمی بود که یک کم وضعیت جنگ و تکلیف مذاکرات با دولت مشخص شود، بعد در یک فضای آرامتر. و جناب استاد اکبری بود که بر انتخابات بسیار تاکید کرد و بعد در انتخابات هم که بعد از ماجرای 25 جوزا اتفاق افتاد در 9 اسد، بعد انتخابات هم مقدمهش بسیار مهمه که میتونست یک مدخل باشه، اصلا به عنوان یک مدخل در اینجا ذکر نشده. نظر از من یک انتخاباتی از لحاظ تاریخ سیاسی هزارهای معاصر، به لحاظ پیامدها، بعد جنگ 23 سنبله، اینا همه پیامد همون بود دیگه. به صورت خیلی ساده تر اگر بگوییم، چون طرف شکست سیاسی رو تحمل نتونست، رفتن به طرف نظامی و 55 روز جنگ و خشونت‌های متعددی که متاسفانه جامعه حاصل بسیار گسترده. من می‌خواستم یک مثال بزنم که بعد چنین رویکردهای وجود داره. من به عنوان یک آدمی که فضا را دیده بودم، شاخک‌های مفعال میشه که اینی چیکار شد و چیکار شد. همونطور که به عنوان یک کسی به فرهنگ هزار علاقه دارم می‌بینم که امام افضل‌الدین بامیانی غایب است. خب در شارع الف به نظر من انتخابات 9 اسد با توجه به مقدمات بسیار یک مقدمات بسیار جالبی که داشت و با توجه به پیامدهای بسیار جالبی که داشت، با توجه به اینکه در محور از آقای اکبری قرار می گرفت، باید اینا ذکر می شد. این چنین چیزایی وجود داره. حالا ما نمیخوایم به مثال ها بریم، شما هم گفتید. بله، اگر بخوایم فکروار صحبت کنیم، چنین چیزهایی وجود دارد در برخورد با اشخاص، در برخورد با وقایع و رویدادها. یک سوگیری را آدم میبینه، ولی گپ شما که اینجا حتما کدام اجندای عمدی هست. راستش من در ادرس اشخاص بزرگوار مثل آقای مظفری و دیگر همکارانشان یک چنین چیزی را من شخصا حواله نمی کنم.
ولی در نویسنده ها یا در هر جایی که بگوییم چنین سوگیری وجود داره. همین فکتوار که می مثلا من گفتم به نظر من مهمه. کشته ها در اینجا اتفاق افتاد، جنجال ها شد، جامعه دچار شقاق شد. اینا نباید که کتمان صورت می گرفت. یا وقتی که شما زندگی آقای کیر ثبت میکنید، اولین جنگ های داخلی اتفاق میفته، جنجال ها اتفاق، اشارت های بسیار اهمالی و یک نوع برخوردی همدلانه هست. هیچ کارها هست. یا در این بخش خیلی متاسفانه چیزی که من به نظر از تاریخ معاصر خیلی اهمیت داشت، نادیده گرفته شده بود. اینا را آدم میبینه. من همین نمونه را، همین فکت یادآوری کردم که بله ما با چنین چیزای مواجه هستیم که از نظر من معنایش است که بی‌طرفی در کار نیست، یا به حداقل به همین نویسندگان خاص همین مدخل 2 نفر است. اینها سوگیری های داشته و بعضی حوادث را ندیده، بعضی حوادث را برجسته کرده و بسیار چیزا را نادیده گرفته. ولی از همه از اینها من شخصا راستش این نتیجه را نمیگیرم که حتما یک تعمدی در کار بوده و رفته، ولی شبیه این رو کسای دیگه میتونه در مورد دیگه هم پیدا کند. به او خاطر قضاوت کردن خیلی سخت است. قضاوت کردن دشوار می شود، ولی ما میخوایم با یادآوری فکت ها بیشتر به مخاطبین محترم قضاوت بگذاریم. تشکر. درست است استاد امیری، نکته که شما مطرح کردین یک نکته بسیار خوبه هست که بسیار مشکل هست که فعلا واقعا ادعای زیر بکنیم که آقای ابوطالب مظفری یا کاظم کاظمی یا اسدالله شفایی یا کسی دیگر در اینجا سوء نیت دارن. اما گفتیم در پاره از موارد ما ممکن است که برخورد ناشیانه غیر حرفه‌ای داشته باشیم که یکی از این در مدیریت پروژه دانشنامه هست. دانشنامه با یک هدف مشخص از طرف جامعه به راه افتاده و هیچ کس هم به کسایی که در پشت دانشنامه هستند میکنن کدام به اصطلاح که تصور از این نداشتن که اینا ممکن است که مرتکب یک خطای حتی غیر عمدی شوند، چه رسد به خطای عمدی. اما وقتی که پروژه راه میفته و به حرکت میفته شما محصولش میبینن. در حقیقت مو ضرور مسئله مشهور داریم، میگن که درخت را آدم از میوهش میشناسه، یا یا میگه مثلا در درون هست و رنگ در برون هست. آدم بیرون را میبینه که چه نشانه هایی وجود دارد و این نشانه ها به کجا میره. ما مثلا از دانشنامه هزاره گپ میزنیم. یک نکته بسیار مهم خود نام هزاره. نام هزاره در خاطره جمعی بسیاری از افراد که حالا فعلا هستن تقریبا 30 سال قبل جرم بود و بابا مزاری یک از کسایی بوده که نمیر آمد مطرح کرد که هزاره بودن جرم نباشه. ما شاهد هستیم که در درون جامعه به خاطر گرفتن نام هزاره بسیار دعواهای زیادی اتفاق میفته. خب بالاخره ما کسایی رو داریم در درون جامعه که بسیار به صراحت حتی القاب بسیار بد و توهین‌آمیز را برای هزاره و به نام هزاره نسبت میدادن، میرفتن. بسیار از کسا حتی وقتی که میگفتید تو هزاره مفتودا سگم را هزاره. یک کس چیزا رو ما داریم در درون جامعه. اینمی نام بالاخره تصادفی نیست که در ظرف 30 سال میای آهسته آهسته از یک جرم تبدیل میشه به یک افتخار، یک راه را طی کرده و بسیاری از کسایی که فعلا هستن همین سیر تحول را بلدن که از کدام فراز و فرودهای عبور کرده تا در این رسیده. مزاری 23 سنبله را حالا که اینا کودتا میگن، شما هم یک سری مسئله اشاره کردین. مزاری 2 تا جنگ را در کابل واقعا براه انداخت یا مدیریت کرد. ما بینان یک شاهدش. یک جنگی که در 22 ثور 1372 شد که به فتح دارالمان منجر شد بعد از افشار هست. در 22 دلو افشار سقوط کرده در سال 1371. در 8 ثور خائنین افشار اعدام شدند. در 22 ثور عملیات سر دارالمان اینا صورت گرفته که به منطقه‌های بسیار وسیع از چنگال شروع نزاع بیرون شد. یک جنگ بسیار شدید پیش اومد. هیچگاه بابا مزاری نگفت که این جنگ را ما شروع نکردیم. این جنگ را شروع کردن و این در حقیقت همون ضرب 60 بوده که بعد از افشار بود و هزارها یا حداقل حزب وحدت اون ساحات را گرفته و تحت کنترل شد. بعد از اون جنگ دوم جنگ 23 سنبله هست. جنگ 23 سنبله هست و به دلیل از این جنگ شروع شد که بابا مزاری مثلا پسان در
سخنرانی 5 جد 1373 خود دلایل زیر بیان میکنه. جنگ بسیار پرهزینه بود. ما در کتاب خود در بگذار نفس بکشم هم به عنوان یک شاهدی را روایت کردیم که جنگ چگونه شروع شد، چگونه پیش رفت و چی تحولات در درون اتفاق افتاد بدون از اینکه هیچ چیز را در اونجا کتمان شد. بعد از اینکه این جنگ تقریبا به آخر رسید، سخنرانی 5 جد برومنظری هست که در اونجا میگه در افغانستان شعارها مذهبی هم مملکت‌ها نژادی. بسیاری از حرفایی که امروز به نام هزاره مطرح میشه دقیقاً در پشت سر زمین سخنرانی هم. در اونجا اگر شما دقت کرده باشین، مزاری هر 5 دقیقه 7 دقیقه بعد یک بار تکرار میکند که میگه اینی چیزهایی که من میگم شما با پوست و گوشت و خون و سخن خود لمس کردین، من میگم به طور مسلسل در تاریخ شما بیاین. ما میگیم تا نسل‌های آینده شما با خبر باشن که چی گذشته. از اینجا صف‌بندی مشخص شد. حالا در کتابی که اینا به عنوان مرجع برای خود گرفتن، کتاب اسطوره شکسته که رفت تاریخ سپرده شد در جلد اول و تزمو اکبری و انوری و مزاری و غرب کابل و هر چیز به تفصیل معرفی شد. در اونجا محوری ترین بحث هم بحث 23 سنبله، بحث مثلا اینمی حرکت که اتفاق افتاده، بحث اسناد و مدارک هستن که در اونجا روی شده، بحث این سخنرانی هستن که اون نظری میکند به این تحولات بعد از من احساس زیر دارم که کسایی که فعلا در پشت سر دانشنامه هزاره هستن اگر غرض به اصطلاح فردی نداشته باشن، حداقل از لحاظ برخورد خود با اینمی سرمایه با اینمی کار بسیار بزرگ به حد ناشیانه برخورد کردن که مجال برای کسان دیگر پیدا شده که بیاین از این سنگر یک حمله بسیار حساب شده و سازمانی داشته باشه. بالا آقای ابوطالب مظفری در مقام ریاست شورای علمی دانشنامه، آقای اسدالله شفایی در مقام ریاست اجرایی مثلا و برخی از کسای دیگر هم در اینجا نامشان هستن، این مسئولیت را دارن که به جای از اینکه برین بحثار سیاسی بسازن، بحثار خیلی زیاد در جاهای پیجای بکشانن یا از مسائل دفاع بکنن که اصلا قابل دفاع نیستن، بیاین بسیار به صراحت بر مردم بگوین که اینمی تحول چگونه اتفاق افتاده که دانشنامه هزاره با پول هزاره به نام هزاره و تحت اعتبار شخصیت های هزاره می به سنگر ضد هزاره تبدیل میشه. هزاره که فعلا ما گپ میزنیم هزاره انتزاعی نیست، هزاره در ذهن نیست، عدالتش، هویتش، شخصیتش، حتی اینمی خواستایی که اینجا مطرح هستن بسیار مشخص است. اینمی را چرا باید در تحت نام هزاره، در تحت رهبری کسانی که اینا دلسوزان هزاره هستن به کار ضد هزارگی کرد. اصل حرف همینه. به خاطر از اینه که من شاید یک مقدار زبانم صریح‌تر باشه در اینجا، ولی احساس میکنم که این آدم ها مسئولیت دارن که باید بیاین پاسخ بگوین و خیلی واضح رو در رو گپ بزنن. بعد از او باز مسائل دیگری که مطرح میشه که شما میگین بحث مثلا واقعا ظرفیت علمی را که در اینجا دارن، برخورد را که از لحاظ علمی کردن، حتی نگاه علمی را که در پشت سر دانشنامه دارن، بحث دیگر هستن که بسیار براحتی میشه در ظل از این بحث رو ادامه داد. خب به هر حال توضیح من فقط همین قدر بوده. برنامه رو میسپاریم به آقای فرهمند و دوستای دیگر که ممکن است نظر داشته باشه. تشکر شما. ما یک نکته فقط اضافه کنیم که خب همه اینا ممکن درست باشد، حالا ما فعلا در مقام قضاوت نیستیم. خب اشتباهات صورت گرفته، ما فقط به خاطر که قدرت قضاوت جامعه بالا برود. شما خب مکرر قضاوت میکنید، حتما آقای ابوطالب مظفری و مثلا همکارانشان و آقای خلیلی و غیر ذالک اونها هم قضاوت خاص خود دارن، ولی خب مخاطبان ما مردمایی که در عادی هستیم، نه دانشنامه نویس هستیم و نه دیگه، خب ما هم باید قضاوت داشته باشیم. هدف ما اینه که همین قضاوت عمومی صحیح‌تر شکل بگیره و معلومات مناسب‌تر به افکار عمومی تزریق شود که تا اونا قدرت قضاوتش افزایش پیدا کنه. هدف نوشتن هم یک هر نویسنده هم یک رسالت اخلاقی که در همینه، تعهد به حقیقت هم از همینجا پیدا میشه. من حیث یک فکت باز هم بیزی که به قضاوت شما برسیم یا به چیزهای دیگه، من فقط میخوایم من حیث یک فکت اشاره بکنم که من شخصا خیلی با نوع کتاب اسطوره شکسته هم مشکل نداشتم، به شرط که به عنوان یک شبنامه نام مستعار معرفی میشد، ولی اونا به عنوان یک اثر تحقیقی معرفی شد و نگفت که این
یک پروپاگاندا هست و در مدخل اول در زندگی نامه یک بری بین یک مرجع قرار گرفت. بله، اینی رقم برخوردهای غیر حرفه‌ای که نشانه سمت سوگیری هست در اینجا وجود داشت. ما میخوایم میره بگوییم که چنین فکت های وجود داره و مخاطب، خواننده و مردم باید از این فکت ها باخبر باشه که بحث بر سر از این نبود که اسطوره شکسته در اونجا آمد و ودیع شد. بحثی بود که اسطوره شکسته یک شبنامه هست. حتی نویسندهش نام خود در اونجا نگفتن، نام مستعاره، ولی اینی مطالب کتمان شد. یک شبنامه و پروپاگاندا تبدیل به یک اثر تحقیقی شد. خب این بخش از جنجال ها در اینجا هست دیگه، یعنی جابجایی ها صورت میگیره و آیل سهلنگاری شدن یا ذهن دوستانه کشیدن یا به ذهنشان رسید که حتما همی اثر تحقیقی اونایش ما قضاوت نداریم، ولی در کل خب اسطوره شکسته یک نوشته محفلی، نوشته پروپاگاندا هست و نوشته هست که حتی نویسنده به هر دلیلی از ذکر نام خودداری میکنه، پس بنابراین بخش از شبنامه ها و پروپاگاندا است، ولی در دانشنامه به این معنا معرفی نشد. ما میخوایم که مخاطبین ما بیشتر این در بخش های سیاسی اگر توجه میکنند توجه های فکتوار بکنه. حالا افکار عمومی خراب است و مکرر انحصار طلب بود، او نیشت، او یشت، او چیکار کرد، اسطوره شکسته را نیشت و کتاب نیشت. خب ما شخصا خود میگفتم با هم اسطوره شکسته هم مشکلی نیست، بشه که اسطوره شکسته با ماهیت خود معرفی شود که یک شبنامه و پروپاگاندای جریانی تنظیمی هست، اما ماهیتش معرفی نشده بود در دور اول. خب اینی چنین فکت های در واکنشی در ویراست بعدی هم شبیه ازی آدم میتونه مورد رضایت پیدا بکنه که این فکت ها قدرت قضاوت خوانندگان را خیلی بیشتر کنه. ما به جای از اینکه در مورد قضاوت دیگران شخصا بخوایم باز قضاوت کنیم، میخوایم توجه دوستا را به فکت های شبیه این بیشتر جلب کنیم تا اونا خودشان قضاوت کنند در این مورد. تشکر از شما. بله، تشکر جناب استاد. باز هم در جمع مخاطبین آقای میثم صحرا درخواست مایک کردم، درخواست مایکشان پذیرفته شده. آقای صحرا، شما صحبت اگر دارین و یا سوالی را مشخصا دارین خیلی کوتاه بفرمایین، چون زمان برنامه فقط 6 دقیقه باقی مانده است. بفرمایید آقای صحرا. سلام به شما، سلام به استاد عزیز و تمام مخاطبان. من در خصوص افشار میخواستم یک نکته را شریک کنیم، بعد دیدگاه استاد امیری هم داشته باشیم. مدخل افشار اونجا چند تا نکته قابل توجهه. یکی یاد کرده دولت اسلامی افغانستان، بعد هیچ تفسیری ذکر نکرده که دولتی مشروع بود یا دولتی مشروع نبود، ولی خب از فحوای متن فهمیده میشه که اصحاب دانشنامه رژیم ربانی رو به عنوان دولت اسلامی افغانستان یاد میکنه و مسابقه یک حاکمیت مشروع میشناسه. بعد نکته دیگه اونجا آمده درگیری داخلی. نکته دوم که گفته درگیری داخلی تعریف مشخص داره، از جمله در ادبیات حقوقی 4 تا شرط اساسی داره. یکی جنگ علیه شخصیت ملی و حاکمیت بشه، یعنی منظورشان حاکمیت مشروعه. دوم شورشیان باید بخش مهم را اشغال کنه، یعنی با توجه به وضعیت کابل اگر حرف بزنه فکر کنه مردم غرب کابل ساحه مثلا ساحه 500 فامیلی را یا مثلا خیرخانه را اشغال کنه. این شرط دوم. شرط سومش این است که اینجا قابل توجه هم میگه که اونا قوانین جنگی را رعایت کنه، اگه قوانین جنگی رعایت نکنه اونا مشخص تروریسته. و در کنارش مثلا این جنگ سازمان یافته باشه. این 4 تا شرط، با توجه به این 4 تا شرط ما میتونیم یک جنگ داخلی بگیم. اگه این 4 تا شرط نباشه این نمیشه که ما جنگ داخلی بگیم. باز و اونجا در ادامه بحث افشار اونجا میگه که مواضع حزب وحدت. ما به عنوان یک مخاطب وقتی به خانم میتونه احساس کنم که حتما اونجا مواضع جنگی حزب وحدت در افشار وجود داشته.
باز در ادامه باز میگه که مثلا جستجوی خانه به خانه به منظور پیدا کردن نظامیان. بعد به اونجا اصحاب دانشنامه میگه که بله در افشار حتی نظامیان هم وجود داشته. باز با توجه به متن آدم احساس میکنه که اینا افشار به مثابه یک نسل کشی نمیشناسه و از اونجا تلاش کرده که استناد کنه به گزارش پروژه عدالت انتقالی. خب مسئله حقوقیش روشن و مشخصه. با اطلاعاتی که استاد داره از جنگ افشار و خصوصا برای نسلی پس از افشار بوده که به شکل بسیار تو صریح من تقاضا دارم حرف زده شود که افشار واقعا در روز جنگ افشار مواضع حزب وحدت مواضع داشته حزب وحدت یا نداشته، دیگه افشارهای جنگ داخلی یا نیه و اصولا این میشه در قالب کدام مقوله قابل تحلیل دانید، به مثابه یک جنگ عادلانه یا مثلا به مثابه یک درگیری داخلی. یک چیزایی که در این سالها نوشته شده مثلا خصوصا جامعه شناسی سیاسی آقای سجادی اونجا میگه که مثلا در غرب کابل جنگ داخلی بود. اونجا اشاره میکنه تحریک حساسیت مذهبی در جهت اغراض و اهداف سیاسی. در خصوص ماهیتش و در کنارش مثلا بحث تاریخی افشار اگر برای مخاطبان مثل ما که پس از افشار متولد شده اگر توضیحات داده شود فکر میکنم موثر باشه. ببخشید اگر من زیاد کردم. تشکر از شما. بله، ابهامات شبیهین زیاد است در مورد جنگ افشار. از لحاظ داده ها و معلومات به طور نسبی بد نیست، ولی در مورد سرشت جنگ ابهامات بسیار زیاد وجود دارد. دولت اسلامی به عنوان پیش فرض گرفته شده در حالی که جنگ بر سر حکومت بوده، جنگ داخلی نبودند که کسی قلمرو کسی را تصرف کنه. ادعای ارزی علیه آن یا جدایی طلبی سیویل وار آن همایتان بلدید و یک تعریف خاص داره. گروه جنگ مجاهدین یا جنگ قدرت بود که حکمتیار میخواست جای مسعود بگیره و میخواست جای زیر بگیره تا جایی که به جریان عدالت خواهی برمیگشت. این جنگ برای درباره حکومت بود، نه جنگ بر سر قدرت که ما قدرت یک ایده انحصار وجود نداشت، بلکه بود که ما چه رقم یک ساختار سیاسی رو طراحی کنیم. خب قبلا در دانشگاه کابل سخنرانی معروف آقای مزاری موجود است که یک نظام انتخاباتی مختلط چند حزبی رو پیشنهاد میکرد و با حق رای زنان. خب این طرح رد شد. در نتیجه جنگ، ماهیت جنگ برای جنگ قدرت هم تا جایی که به ما و شما برمیگشت نبود و جنگ درباره قدرت بود که چطور ساختار قدرت سیاسی دیزاین شود. آقای مزاری طرح خود داده بود و این طرح رد شده بود. در نتیجه میخواست که این بر سر طرح خود پافشاری کنه. یک چنین پیچیدگی های در اینجا وجود داره و ما یک بار دیگه برمیگردم به همون نگاه سطحی و برخورد سطحی انگارانه، در حالی که دولت اسلامی یک پدیده خودخوانده بود، حاصل یک توافق نخبگان سیاسی یا مردمی نبود. کی دولت تأسیس کرده بود؟ شخص که دولت تأسیس نمیتونه. درسته که آقای ربانی خود یک چیز گفته بود ولی پدیده موقت بود و ختم و سلام. به او خاطر ابهامات در اینجا زیاد است، به لحاظ حقوقی ابهامات بسیار زیاد است. افشار تعبیر مناسبش یک فاجعه یا یک نسل کشی یا یک چیزی شبیه این باشه، مماشات در اونجا بسیار زیاده. من نمیخوایم کس خاصی را مسئول بدانم. چنین ابهاماتی در همه جای دانشنامه هست، در جاهای دیگه هم هست، ولی در اینجا چون خیلی حساس بود باید بار حقوقی قضیه خیلی جدی تر گرفته میشد. واژه دولت اسلامی، واژه مواضع حزب وحدت، دنبال کردن نظامیان، اینها هم دقیق نیستند به لحاظ تاریخی، ولی ترمینولوژی حقوقیش خیلی زیاد مشکل داره و چون ماهیت منازعات درک نمیشود، ما با یک نوع منازعه مواجه هستیم. خب مطبوعات غربی را مکرر میگه که جنگ قدرت. خب جنگ قدرت بود ولی منطق جنگ چند جانبه بود. این بخشی دیگهش فهمیده نشده. مجوزی تقریبا میشه گفت اولین کسایی بودم که گفتم این دو ضلعی تحلیل نمیشه. تاریخ افغانستان سه ضلعی است. عنصر مقاومت را هم باید وارد کار بکنی و اولین مقاله ما تقریبا خیلی وقت در فضای مجازی هم بود، به همین موضوع اختصاص داشت که اگر ما دیدگاه خود را در مورد جنگ به تبع روزنامه های غربی و گزارش غربی ها ببریم، این ما را در ماهیت جنگ کمک نمیکنه، بلکه ما هم
نمیفهمیم که چی اتفاق افتاده. منطق جنگ هزارها جنگ بر سر ساختار قدرت بود. خب هزارها داخل در جنگ شدند، ولی قبلا یک طرح از یک دیزاین از قدرت سیاسی در افغانستان را اینا دادن. دیزاینی که همه به تناسب نفوس و شعاع وجودی خود در او داخل باشد. همین یک کلمه که و یک چیز ادامه جور شد، خب خیلی زیاد تکرار شد. یعنی تقریبا من یک ترجیع بنواری در همه گپا بود و کسای حتی بسیار دون پایه همه گپ تکرار میکردن. شخص های مزاری که خب قهران ایره گفتن. اینا نادیده و ناگرفته مان. به مخاطر هم یک نگاه من میخوایم بر بگردم به داشتن یک نگاه که همین دانشنامه نویسا اکثریتشان در مورد حوادث مثل جنگ که پدیده بسیار پیچیده هستند فاقد یک نگاه و چشمانداز هستند. و بیش از اینکه نویسنده مقاله و اینا را بگیریم، همین انتخاب مدخل و تعریفی که برای مدخل صورت میگیرد و نگاهی که به منازعه وجود دارد نگاه بسیار سطحی و معیوب است. متاسفانه حالا ما نمیخوایم که دیگر چیزا رو یا نفی کنم یا حتما اثبات کنم، به تئوری توطئه برم یا او را رد کنم، همه‌اش ممکنه. ولی چیزی که واضح هست ما به فکت های موجود در خود دانشنامه که اشاره کنیم، یک فقدان نگاه و یک سطحی نگری واقعا وحشتناک وجود داره که بیش از هر چیز دیگه سبب بروز چنین چیزی شده. حق با شماست، در مورد افشار حق ادا نشده، ولی باید برگردیم به امو نگاه سطحی که در مورد منازعات افغانستان وجود داشته و امی منطقی جنگ ها درک نشد. در نویسنده مدخل افشار هم منطقی جنگ را درک نکردم. شما اشاره به کتاب آقای سجادی کردید. به لحاظ منطقی تفاوتی با او نداره، به لحاظ منطقی تفاوتی با بروز کشمکش های سیاسی. یعنی کلی در یک کلمه کلی می جنگ بین می تقلیل پیدا کرده. یعنی چی بروز کشمکش های سیاسی؟ منطقی جنگ خیلی متفاوت بود. اگر حزب اسلامی برای انحصار قدرت وارد جنگ شده بود و شورای نظار برای بدیل که میخواست دور مجنون گذشت نوبت ماست، دیگه ما باید کدی قدرت انحصار کنیم. حزب وحدت خاصا جریان عدالت خواهی اینها برای مشارکت در قدرت اینجا واردی از این منازعه بود. ما یک طرف منازعه بودیم، شک وجود ندارد. و چون منطق جنگ فهمیده نمی شود، نگاه ها بسیار سطحی هست. همین چیزی اتفاق می افتاد که شما می بینید. به نظر من برگردیم به همین فقدان نگاه استراتژیک، فقدان یک نگاه عمیق و فرهنگی به مسائل که متاسفانه در تمام مدخل ها، شما به افشار تنها اشاره کردید، در همه جای هست. جز این که زندگی نامه آدمای 25 ساله و 30 ساله که اونا دیگه خب مثلا نداره در اونجا خیلی هم خوب است و اونا شاید هم راضی باشد، ولی اون جایی که به تاریخ و فرهنگ و اینا برمیگرده به نظر من حتی یک مدخلی به مسئله را شما پیدا نمیتونید. من شخصا خود در بخش یک بار دیگه تکرار کنم، اگر بحث برنامه خلاص شده که در ما چند مدخلی که به فرهنگ و تاریخ برمیگرده، یک جای آدم مطمئن نمی شود، حس نمی کند به عنوان خواننده که حق مطلب داشته باشد. در مسائل سیاسی هم همین فکت هایی که اشاره شد اینا همه نشان می دهد که مشکلات بسیار متاسفانه زیاد است، تنهایی مورد نیست. تشکر شما. تشکر شما جناب استاد و آقای صحرا. در جمع مخاطبین باز هم خانم سلیمه مزاری را داریم. خانم مزاری، شما اگر صحبت دارین و یا سوالی رو دارین خیلی کوتاه بپرسین از جناب استاد، چون وقت برنامه خیلی کم باقی مانده. سلام و عرض ادب و احترام دارم به همه شنونده ها، همچنین استاد بزرگوار ما. به خاطر که وقت کمه من سریع اصل مطلب میرم. سوالی که من دارم در واقع یک موضوعی هستش که یعنی مدت هاست ذهن من به خودش مشغول کرده و همین موضوع دانشنامه باز هم باعث شدش که به این موضوع به شکل جدی فکر یعنی به ذهنم بیایم. من برای اینکه بتونم سوال خود بهتر یعنی بتونم درست بپرسم هستش که یک چیزی رو باید یعنی یک مقدمه رو بگویم. ببینید همه ما و شما به هر حالی را قبول داریم، باور داریم که خب حداقل 130 سال جامعه هزاره با یک نسل کشی مواجه بوده
یعنی یک جامعه با یک نسل کشی به اشکال مختلفش و او هم نه فقط که مثلا جسم و جان انسان ها گرفته شده باشه، 130 سال ادامه پیدا کرده و در سالهای پسینش حتی خب شکل نسل کشی بیشتر خب تبعیض‌آمیز، مثلا تحقیرگونه به این شکل بوده. ببینید ما حتی وقتی در یک خانواده میبینیم که یک نفرش، یک عزیزش از بین میره، او خانواده بعد از او دیگه به او شکل، به او مسیر سابق خودش ادامه نمیده. میبینیم که این فقدان بسیار یعنی حتی ممکنه او خانواده رو نابود بکنه، این فقدان هر چقدر مثلا قوی تر باشه اینا. ولی من خودم بارها مثلا دنبال منابعی بودم که بیاید برای ما بگویه که این فقدان چه تأثیری، یعنی چه تأثیراتی روی جامعه هزاره گذاشته. من چیز خاصی را پیدا نکردم. از جناب استاد امیری سوال من این بودش که آیا چیزی وجود داره که آمده باشه جامعه هزاره را بعد از این فاجعه‌ای که سرش آمده از نقاط مختلفش بررسی کنه به شکل موشکافانه، مثلا چه تأثیراتی بر سبک و روش زندگی جامعه هزاره گذاشته. اصلا جامعه هزاره قبلا با چه سبک زندگی میکرده، با چه سبک اداره میشده، مثلا اختلافات خودش چگونه حل میکرده، روابط اجتماعیش با چه شکل بوده، اقوام در درون جامعه هزاره با چه شکل با هم ارتباط برقرار میکردن. یعنی این موضوعات همه من فکر نمی کنم که حتی برای من، شاید برای خیلی ها سوال باشه و این دانشنامه که اصلا به این موضوعات نپرداخته که ما بخوایم همین جواب سوالات خود پیدا بکنیم که خب جامعه هزاره چی بود، چی شد و الان در چه حالتی قرار داره. این هست که من خودم مثلا یک ذهنیتی که دارم این هست که خب این فاجعه تاثیرات خودش بسیار عمیق بر جامعه هزاره باقی گذاشته. یکی از تاثیراتش من فکر میکنم خب همین دانشنامه هزاره هست. خب آدم هایی که تحقیر شده باشن به شکلی حتی چه امو نویسندش، چه استادش، چه رهبرش، چه ورزشکارش، چه روشن فکرش، من فکر میکنم که این تحقیر در تمام رفتارهای ما نمایان هست. یک زمانی من ای حس امو زمانی پیدا کردم که یک زمانی چی امروز ما رو من خواندم و او در ابتدایش نوشته شده بود آگاهی. و این آگاهی همیشه برای من سوال بود. آگاهی به چی؟ آگاهی به منظومه شمسی، سیاه‌چاله ها، آگاهی به چی؟ ما چه آگاهی نیاز هست که ما پیدا بکنیم که بتونه سرنوشت ما را تغییر بده؟ و من این آگاهی را فقط یعنی در تمام کسایی که در اطراف خود میبینم، چی در گذشته و در آینده، من فقط یک شهید مزاری رو میبینم که واقعاً به این درد تاریخی آگاه شد و این آگاهی را فریاد زد و میبینیم که در تاریخ ما یک حماسه خلق کرد. فکر میکنم که حالا از این مسئله بگذریم، من فکر میکنم که این آگاهی نیاز هست که در تمام سطوح جامعه شروع شود، انجام شود و همه ما آگاه شویم که خب ما فاجعه دیده هستیم، ما بحران دیده هستیم و باید با این بحران با آگاهی برخورد بکنیم. دانشنامه هم من فکر میکنم محصول همو فاجعه ها، حقارت ها و همو زجرهایی که داریم هست، به خاطری که کسی که نمیآید به افتخارات خودش افتخار بکنه، یعنی اینکه یک آدم حقارت دیده است. من مثلا آقای اسدالله شفایی رو میشناسم، یک آدم به تمام معنا هزاره هست، ولی وقتی یک هزاره نمیخواد که به افتخارات خود افتخار بکنه و ترس داره از این موضوع، بازم برمیگرده به همون حقارت تاریخی که ما داشتیم و هیچ وقت نیامدیم که او را بپذیریم. بعد از اینکه بپذیریم او وقت میتونیم درمانش بکنیم. من سوالم از جناب آقای امیری هستش که این حقارت تاریخی چگونه، من حتی این میگم در رفتار رهبرای ما میتونیم میبینیم، در رفتار استادای دانشگاه میتونیم ببینیم، در رفتار نخبه های ما میتونیم این حقارت ببینیم، در نوع تصمیم گیری هایشان میتونیم ببینیم، در نوع نشستن سر میزهای مذاکره، در نوع همین که الان مثلا ما هزارها الان میبینید که
با وجودی که نیاز شدیدی به این داریم که یک مقدار بایستیم، به اطراف خود نگاه بکنیم، بعد حرکت بکنیم. همه به دنبالی هستیم که عمل بکنیم. مثلا همین دانشنامه به جای اینکه خب مثلا 20 سال وقت بگذاره، خیلی دوست داره سریع کار انجام بده، به خاطر اینکه احساس میکنه اگر این مثلا چاپ شود یک کمی از او حکایت ما شاید کم شود، من یک چیزی مثلا شاید مثلا یعنی اینا همه‌ایشون من فکر میکنم به نحوی برمیگرده به همین فاجعه تاریخی که ما از پشت سر گذاشتیم. درسته من مثلا در اون فاجعه نبودم، من در زمان عبدالرحمن نبودم، ولی این فاجعه تا به من رسیده چون روی سبک شیوه زندگی خب مردم تاثیر گذاشته. این همینطوری در فرهنگ ما انتقال پیدا کرد تا به من و رسیده به من. من این موضوع رو میخواستم بیشتر مورد سوال قرار بدم که چقدر این موضوع روی نوشتن دانشنامه تاثیر گذاشته. ممنون از شما. تشکر. خب البته این بحثی بسیار پیچیده هست که فاجعه های تاریخی چقدر روی هزارها تاثیر گذاشته. راستش من متخصصی از او امور نیستیم که به تاثیرات روانی فاجعه تاریخی را بر هزارها و بر رفتارشان و اینا ببینم. خب حق با شما هست، حتما انسان موجود تاریخی هست و از گذشته های تاریخی خود متاثره، ولی من فقط به اجمال اشاره میکنم به مو آگاهی که خودتان گفتید که در شعارها می، در مجلات و در نشریات هزارگی که آگاهی و نمیدونم آزادی و اینا. خب آگاهی از خیشتن است. یعنی هزارها واقعا در یک حداقل در چند دهه اخیر یک تلاش وسیع را برای آگاه کردن، آگاهی از خودش روی دست گرفته و همین جامعه جنگ هایی که میالی جنگ های قلمی که درباره دانشنامه هست هم همی هست که هزارها احساس میکند این باستاب آگاهی ما نیست، آگاهی مخدوش تولید شده هست، آگاهی غلط تولید شده هست و در واکنش نشان میده. خود دانشنامه شاید احساس کنه که ما میخوایم برای جامعه آگاهی تولید کنیم، کسای دیگه که انتقاد منه و آگاهی را زیر سوال ببره. پس در نتیجه هزارها یک تلاش جدی داره برای از اینکه یک بار خود را تثبیت کنه، تشخیص کنه، پایگاه و جایگاه خود را نشان بده، موقعیت تاریخی خود را کشف کنه. خب در یک همچون مواردی خب سوء استفاده هم ممکنه بروز کنه، فرصت طلبی ها هم حتما از یک گوشه بروز میکنه، ولی در کل ما بقدر بدبین نیم. شاید حق با شما باشد، من متخصصی تأثیر چیز و مسائل روانی و اینا دیگر نیستم. از تاریخ هم ما خیلی سررشته نداریم که اینجا یک دو سه دفعه قصه شد. حوزه کاری ما بیشتر مطالعات اسلامی و این حوزه هست. ما بیشتر از اون چی که مورخ باشیم، بیشتر اسلام شناسم، تاریخ اسلام و اینها کاری ما بوده است تا چیز دیگه. ولی خب به طور کل در مورد هزارها که دغدغه همه ما و هر هزاره باید باشد، حس من همیه که هزارها در صدد آگاه شدن از وضعیت تاریخی و فرهنگی خود هست و جدالی که در درون هزارها هست من زیاد به چشم بد نمیبینم، بلکه نشانه هر نوع گذار است، یک نوعی از آگاهی را ایجاد میکنه. حتی گپای استاد رویش که اگر یک پروژه آگاهانه باشد هم یک تلاش هست تا اینکه یک نوعی از معرفت را غالب بکنه. نظام معرفت همیشه از لحاظ منطقی صحیح نیست. بسیار در نظام های معرفت دروغ ها وجود داره که اینجا هست. شاید اگه بخواه که مدلی از معرفت را بر جامعه تحمیل کنه و کسای دیگر در برابر از واکنش نشان میده، چالش خلق میکنه و از روش نقد میکنه، از لحاظ محتوا و داده ها نقد میکنه، راستی آزمایی میکنه. اینمی درگیری ها همه نشان میده که هزارها در جستجوی همون آگاهی که شما اشاره کردید هست، میخواهد که موقعیت تاریخی خود را تشخیص بدهد، ببیند که در کجای از این جامعه و تاریخ و دنیای معاصر محلی از اعراب دارد، سهمشان از میراث فرهنگی گذشته در چیست، چی مقدار از سهمشان در آینده باید چطور باشد. خب یک پدیده مثبت، اما در مورد رفتارها راستش ما دیگه اونقدر صلاحیت اظهار نظر حرفه‌ای را نداریم، ولی به اجمال میتونیم بگوییم که حق با شماست، فجایع تاریخی بر رفتار ملت ها تاثیر میگذاره و این تاثیر البته شاید اکثر منفی هم نباشد که هزارها همیشه با حس حقارت باشد، با بلند پروازی هم گاهی وقت همراه می شود، با کار و کوشش و زحمت هم واکنش های متعدد میبینیم، با شیاده و فریبکاری هم همراه می شود. یعنی ما نمیتونیم بگیم هزارهای معاصر یک 8-9 میلیون در داخل افغانستان و مقداری هم بالای
1 میلیون 2 میلیون پاکستان و ایران و همه و اینا چیز میکند، رفتار حقیر از سر حقارت دارد. اتفاقا تنوع واکنش های هزاره خیلی جالبه. ای باید مورد توجه تمام علاقمندان با مسائل هزاره قرار بگیرد. هزاره ها درسته یک بخش زیاد فرصت طلب هست، هم در بخش های فرهنگی و خاصا در بخش های سیاسی که ما متاسفیم که اون الگوی سیاسی در حوزه فرهنگ هم در اوباس تولید بشه و یک عده فرصت طلب ها اینجا میخواه با شیادی و فریبکاری برخورد کنه که جای تاسف ما قبلا هم با اشاره کردم. ولی کل رفتار هزاره نیست. بسیار بلند پروازه ها هست در کار هزاره، بسیار زحمت ها هست. من خودم دیدم، اگر شاید یاد شما باشد نباشد، چند در پیش یک مقاله در مورد دشت برچی نوشته کردم و تجربه زیسته خودم بود که در اونمو پس کوچه ها مردم چی کارهایی که میکردن، چی بلند پروازه ها و طرح‌هایی داشتن و استودیو ها بودن، کتاب ها بودن و یک ترکیبی از شیادی و فریبکاری و خلاقیت و ابتذال به یک نحوی در وضعیت معاصر هزاره گره خورده. من اکثرا نمیخوایم رفتار هزاره های معاصر را به حقارت ببرم. حتما نکته های خوب شما هم متوجه شده اید، ولی در کل میخوایم بگویم که هزاره دست و پا میزند که تا خود را پیدا کند، دست و پا میزند که جایگاه خود را تشخیص بدهد. خطاهای مهلک و وحشتناک هم مرتکب شده است، خوشبینی ها از خود بروز کرده است. همه ما دوچار خوشبینی شدیم، دوچار سطح نگری شدیم، کم و بیش همه مقصر هستیم. کسی گفته دست های آلوده همه هم کم و بیش تقصیر داریم، ولی در کل به طور کل اگر ببینیم هزاره ها نمیشود خیلی اونها را جور کرد. از دانشنامه هزاره خیلی او در چی نگیرید. درسته ما در مورد دانشنامه عصبانیت البته بیشتر است، سطح نگری در اینجا خیلی زیاد است، ولی در کل رفتار هزاره ها را به این خیلی سخت تقلیل بدیم. جدا من معتقدم که هزاره ها در صددی دست و پا زدن و پیدا کردن و به هر در زدن و هر را تجربه کردن در یک چنین وضعیتی که قهرن وضعیت گذار هست. خب با سطح نگری هم مواجه هستیم، با رفتارهای تحقیرآمیز هم مواجه هستیم. جامعه خود را بروز میدهد، نشان میدهد، ولی در کل با بلند پروازی هم مواجه هستیم. اگر ما شاهد دانشنامه هزاره هستیم، شاهد گسترده‌ترین واکنش هم به دانشنامه هزاره هستیم. در هیچ یک از دانشنامه های خود، نه در ایران، نه در پاکستان، نه در ترکیه، چنین واکنش هم در برابر نشده. شما تاریخ ببینید، اولین چیز را فرید وجدی منم دایره المعارف قرن 20 در مصر جور کرده بود، هیچ واکنشی در کار نبود، چیزا نبود، یک پام نیست. اونام اشتباه ها و خطا ها بسیار داشتند. اولین دایره المعارف فارسی را در ایران ساختن، آقای غلام حسین مصاحب یک چند نفره جمع کردن، ترجمه کرد، دور از دایره المعارف های دیگر ترجمه کرده می‌بودن. خیلی مدخل های ضعیف و چی هست که با دانشنامه های فعلی جور میشه، خیلی زمین تا آسمان تفاوت داره. ولی او قدر واکنش ها جدی نبود. این واکنش شدید هزارها خودش نشان میدهد که اگر کسی کدام پروژه‌ای برای هزاره داره که بخواد یک معرفت کاذب تولید کرده به نام هزاره بزنه، همین هم آسان نیست. یعنی او قدر که ما بگیم رفتار تحقیرآمیز نیست، این همه که شما واکنش نشان میدید و حرف میزنید و اسپیس میگیرید. و حالا ما ساعت 2:09 شب بیدار شدیم، قریب 4:30 میشه. خب ما شما جدی هستیم، یعنی اینا هم است، اینا رو هم باید ببینیم. ببخشید اگر خیلی مشخص به سوال شما پاسخ دادن نتونستم، به خاطر که من اونقدر سواد از من دیگه و جاها نمیکشید، ولی این کلیات امیدوارم که مفید باشد. سپاس از شما. تشکر جناب استاد. فقط یک سوال باقی هست، اما سوال از شما میپرسیم و بعد به جنبندی ها و پیشنهادها و صحبت های آخر شما میرسیم. سوالی است که با وجودی که نقد های زیاد را در این مدت ما در فضای مجازی از طریقه های مختلف شاهد بودیم نسبت به دانشنامه هزاره، جدا از این که این نقد ها که وجود داره و نوشته شده چقدر علمی هستند، چقدر علمی نیستند، از نظر شما اینمی نقد ها نشان دهنده چی است؟ این نمیتونه که نشان بده که در حقیقت بیداری نسل امروز ما نسبت به سرنوشتشان است که و میتونه که مصداق همو سخن شهید مزاری باشه که گفته بود اجازه ندیم که کسی با سرنوشت شما بازی کنه، یا نه شما این مجموعه نقدها را صرفا یک نقدهای احساسی یا شخصی میبینید؟
جواب شما را اگر داشته باشین جناب استاد. ما پیشتر هم اشاره کردم که دیدگاه ما در مورد واکنشی که بروز کرده بسیار مثبت است، اصلا امیدوار کننده است. ولی این به اون معنا هم نیست که در نقد هم شیادی وجود نداشته باشد. واقعیت است در نقدهای مختلفی که اینجا و اونجا می شود هم اثر ناگاهی و اثر موج ورود کردن هم خیلی زیاد هست، اما در کل واکنش های جدی، واکنش های امیدوار کننده خیلی زیاد هستند. هر سیلی، هر جریانی از خود یک خس و خاشاک هم داره، اما ما خیلی نگاه ما به پدیده نقد مثبت است و ایره در چارچوب همون تلاش هزاره برای تثبیت جایگاه موقعیت خویش در تاریخ تفسیر میکنیم. شک وجود ندارد که آقای مزاری الهام دهنده ترین چهره معاصر هزاره هاست و هیچ شک وجود ندارد که روح و انرژی او در پس نقدها و خیزش و چیزا وجود داره. هیچ شک وجود نداره که مردم باید به سرنوشت خود حساس باشد. نقدها به نظر من خیلی پدیده مثبت بود و این نشان داد که اگر چنانچه کدام برنامه های باشه، پروژه های باشه که بخواه یک کسای دیگه در مراکزی مثلا استراتژیک برنامه ریزی کنه، استراتژ ها درباره هزاره تصمیم بگیره، اونا دورانش گذشته. جامعه خیلی دور پیدا کرده، برد پیدا کرده، تناقضش زیاد شده. جامعه هزاره نسبت به گذشته ها خیلی جامعه متناقضه. الان ده ها مسئله جور کردمی گبی به معنای هزاره فرهنگی که البته با معذرت دیگه از دوستایی که شاید بعضی کسا اینجا هم باشه که اونا را خودش چی کرده باشه، دمی روزهای اخیر که اینجا مطرح شد، اینا همه خودش نشان میدهد که جامعه هزاره دور پیدا کرده. یک کسی میخواد به خلق یک مفهوم ایره مهار کنه، خب به آسانی مهار نمیشود. تناقضات هزاره خیلی زیاد شده است نسبت به گذشته ها و این نشان میدهد که هزاره دچار تحولات هستند و باید چشم براه بود. 20-30 سال در عمر یک ملتی به خصوص به شدت سرکوب شده زمان بسیار کمی هست. به لحاظ تاریخی با زوال دولت تیموری هزاره ها از قدرت سیاسی کنار می رود و بعد با ظهور دولت عبدالی و بعدش هم به خصوص آمدن استعمار هزاره ها با یک دولت خودکامه و استبدادی و سرکوبگر و آدمکش مواجه می شود. دیگه این تاریخ بعد دست و پا می زند. همین تاریخ خودش تاریخ مهم است. هیچ ملتی قدر قوی و قدر برای بقا مهم نیست و عصبانیت ما ممی است که هزاره اگر این همه بقا کرد و این همه در برابر این همه خشونت های بسیار بی‌سابقه، نمیدانم مورد اروپای شرقی را اگر در نظر نگیریم شاید در تاریخ بی‌سابقه باشد، این بقا خودش نشان از یک استواری و پایگاه فرهنگی بسیار محکمی هست و نشان از یک بینش سیاسی است. هزاره همیشه یک مردم سیاسی بوده در طول تاریخ و به خاطر بدون مشارکت سیاسی هزاره ها، بدون حل مسئله سیاسی هزاره، مشکل هزاره حل نمیشود، مشکل افغانستان هم حل خواهد شد. ما شخصا پدیده های طالب و آمدن اینها را 100% موقتی میبینیم. جنجال های بیشتر و شدیدتر حتما در راه است. معلومات نداریم ولی به اقتضای تاریخ میگوییم به خاطر از اینکه چی هست. در نتیجه ما اینا را خیلی مثبت میبینیم در یک جامعه و هزاره ها دست و پا میزند خود را پیدا بکند و البته که فرصت طلبی در همه جا هست، در نقد هم هست. عرض به کوتاهش همین است. تشکر جناب استاد.